بله اگر خواهرها سوال نداشته باشند، بعضی برادرها اگر سوال داشته باشند فرصت السلام استفاده کرده سوال. عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عزيز ومحمد مدني برادر خوبستین إن شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستیم الحمدلله. سلام بوده باشین. لا بأس طهور إن شاء الله. الله سبحانه حیاک وتعالى الله. شفایتان بده. امین امین. آه، جزاک الله خیر برادر اسلام. شنیدیم در شب در سحری آمده بودین در لایف نبودیم متاسفانه. باز فعلا که صدایتان را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. چه رقم هستین؟ ان شاء الله فعلا خوب هستین ان شاء الله. همه مریض هستیم والله اعلم. همون از صدای من معلوم است. آه. آب بینی و گلو و نفسگیری و بعضی همین چیزها. خیر است انشاءالله. امیدواریم که خودی الله سبحانه و تعالی به سبب مریضی ها درجه می بردارد و انشاءالله سبب خطاگی های و گناه های میده چوده های پاک شدنش به نصیب بکنه انشاءالله. انشالله ایزی نیست. انشالله این مریضی ها باعث عظیم میشه که انسان گناهایش عفو بشه انشالله. الله متعال شما را حفظ بکنه. شیخ عزیز محترم، ما چند روزی است که یک هفته است در مجازی هستیم و در بین برادرها یک چند سخن یادآوری میکنم. کوتاه براتان یادآوری میکنم، البته غیر مستقیم اشاره میکنم. انشاءالله برای گرفتن بتوانین بهتر میشوه، دیگه بیشتر بفرمایید. مزاحم نمیشوم. در قدم نخست همی یک هفته یک چند روز قبل که یک نوار صوتی تانه که تقریبا 43 دقیقه ای که در مورد بعضی مسائل که حرف زده بودیم، از این صوتی تان دو طبقه از مردم استفاده برده رایستن و خیلی یک فتنه عظیمی در بین اهل توحید زنده کرده رایستن. حتی این در کانال هایشان در حال نشر کردن و در حال پخش کردن هستند و تقریبا 4 روز است که من به همراه دو طبقه این مردم بحث دارم، مناظره دارم. حتی این در بحث مناظره چندین ساعته در مجازی مناظره کردیم. یک طبقه از اینا خوارجه هستند که میلان به تکفیر دارن و میلان به سلسله در تکفیر تسلسل در تکفیر دارن و جوابشان لله الحمد و المنه قناعت بخشانه دادیم. و یک طبقه از اینا جهمیه هستند که از سخنهای شما برداشتهایی کردن و دیگه و به نفع خودشان تفسیر کردن و به نفع خودشان حتی این پخش نشر کردن، در صورتی که همو کسایی را که اینا همو کسایی را که یعنی منصوب به جهاد هستند، همو کسا در حالی که خودشان خوارج میدانه بازم در این جا آمده از گپای از اونا استفاده کرده به منافع خودشان علیه شما تاخت و تاز دارن. و یک طبقه دیگرشان که خوارج هستند و شما را آمدن و تکفیر کردن. به خاطر چی؟ اولشان به خاطر ازی گفتن که محمد معنی آمد چرا یعنی جهاد فتنه گفت. من گفتم به شما، به همگی از اونایی که در مجازی بودن، من گفتم غلط کردین، بد کردین، بلکه ابو محمد مدنی هر چی که کرد و امو مکان امو چند نفری را که امی کار انجام داده بودن به اساس تحلیل و به اساس برداشتی که کرده فتنه گفته، نه جهاد. جهاد و قتال هرگز فتنه نگفته. این برداشت خودتان است. جوابشان لله الحمد در چندین مورد دادیم. و دیگه مسئله ای که اونا در پیش گرفتن ای که در مورد ابن عثیمین و ابن باز گفتن که اینا ای تکفیر نمیکنه، ما تکفیرش میکنیم. در این مورد هم لله الحمد جوابشان گرفتن. ما برایشان دلیل را ارائه کردیم و گفتیم که در نزد ابو محمد مدنی برادر رجوع ابن باز و ابن عثیمین هست و موجود است. حتی این از فتوایشان نقل کردن. برو خودت در لایف با ایشون ببین و نظریات از اونا را بشنو. و یکی دیگر مسئله ای که دیگه شبهه ایشانه که باید جواب میدادیم که باید جواب دادیم لله الحمد. شبهه را هم جواب دادیم.
دیگه یک مسئله دیگری که استاد محترم البته اشاره بکنین در اینجا، اه، قسمی که قبلا به ما یک در مورد ابن حجر اسقلانی و نووی ما پرسان کرده بودم، فقط اشاره کردین و به ما یک چند کتاب سفارش دادین. لله الحمد ما کتاب خواندم و به مطلبی که شما اشاره به ما کردین ما رسیدم. الحمدلله ما مطلب رسیدم. عین شکل اشاره بکنین، حاجت هم نیست که واضح بکنین. اگر واضح بکنین نور علی نور میشه که این فتنه عظیمی که فعلا چند روزی میشه در مجاسی بین اهل توحید بین برادرها سرازیر شده، این فتنه از بین بره و باعث ازی شود که برادرها الله سبحانه و تعالی دیگه از ما و شما راضی باشه. اولش در مورد طريفی بود. طريفی ما اقوالش دارم، اما صوتیاش دارم، اما نوار تصویریش دارم. انتخابات جایز میدانه و در یک صوتی در یک نوار تصویریش میای حماس، رهبرای حماس تعریف میکنه، تمجید میکنه دیگه. و بعضی خیلی از چیزایی که از زبانشان میبرایه کفریات است، واضح است، کفر بواح است. و در یک نوار صوتیتان شما گوین که از طرفی تعریف کرده باشین، اما تو میگین که الله از زندان آزادشان بکنه. آیا از همین موضوع اقوال نوارهای تصویری طرفی خبری دارین و یا ندارین؟ در این مورد یک بحث بکنین، یک وضاحت بدین تا اینکه بین برادرها واضح شود این مسئله و همچنان یک شمشیر محکمی بین در مقابل جهمیه شود و همچنان در مقابل خوارجه یک دلیل مستحکمی داشته باشیم. یا رجوعش در این مورد کدام صوتیش رجوعش ثابت است؟ اگر ثابت است به ما یادآوری بکنین. دیگه ای که در مورد مسئله امی قصاص و امی مسئله که یادآوری کردین، یک بخشی از این را یادآوری کردین که هجوم به اساس اینایی دلیل کشتن اطفال و زنان درست نیست، حتی از کفار باشه. و این بخش دیگری شرم اگر یادآوری میکردین به اساس دلیل، به اساس منهج قرآن سنت، به فهم سلف، که مسئله قصاص چطور میشه و مسئله ازی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن در حدیثی از شبنگام شبیخون سوال کردن، گفتن هم من آبائهم. صحیح شیخین یادآوری میکنن اینا، صحیح بخاری مسلم. دیگه در این مثلا میخواستیم یک وضاحتی بتین در مورد قصاص تا اینکه همین فتنه زیر پا شوه و واضح شوه، تا اینکه بین برادران این شبهات از بین بروه. جزاک الله خیرا. ان شاء الله ما در سر شما گمان نیک داریم و عقیده توحید را آموختیم و عقیده ای که شما بیان کردین و او چیزی که قبلا در 43 دقیقه ای که یادآوری کردین ان شاء الله دیگه منافات نداره و این گمان در سر شما داریم. جزاک الله خیرا. ان شاء الله که گرفته باشین. بارک الله فیکم برادر عزیز. صحبت های شما رو به دقت گوش کردم. این یک مسئله هست، یک نقطه خیلی جالب و عجیب رو برادر عزیز نقل کرد. یک عده از کسانی که از جهمی ها، یک قسم از مردم که خودشون یا جهمی است نمیدونم یا کی است نمیدونم، لیکن بالاخره انا همین جماعت رو قبول ندارد. این جماعت نمیشه دوله اسلامیه میگید یا که ایگیل میگید یا که داعش میگید. انا من ناموکتی در بین مردم انا خیلی معروف کردگن. یک ایده از مردم خودش همین جماعت قبول ندارد. همین جماعت رد میکند، همین جماعت خوارج میگد. لیکن امروز برآمده به ما رد زده ایستاده است که تو نمیدونم کاری این جماعت این کار کردی، تو کافر شدی. خودش این جماعتی ها را کافر میگوید، لیکن حالا برآمده نمیدونم این جماعت دفاع میکند. سببش چی؟ سبب این است که از فرصت استفاده میبرن، سوی استفاده میگن نومینه. دشمنا اهل باطل از جهمی، از خوارج، چخیلی که برادر گفتند که
بعد از همین 43 دقیقه صحبتی که من درباره حادثه‌ای که در مسکو شد کردم، دو جماعت، جهمی ها و خوارج ها، غلو کرده ها و جهمی ها از فرصت استفاده برده خیلی ما را طعنه زده ایستادند. کسایی که اصلا جهاد بالکل قبول ندارند، امروز از فرصت استفاده برده ابو محمد مدنی کافر است، جهاد فتنه گفته گشته بعضی از جهمی ها. چرا؟ برای اینکه این خوارجی که از دست ما شکست خوردگی است، خوارجای غلو کرده هایی که ما اینها را پیت تو پیت کرده بودیم به فضل الله سبحانه و تعالی، منهجی خوارجیشون بیان کرده بودیم. خوارجایی که تکفیر بالعموم میکنند، خوارجایی که تکفیر بالتسلسل میکنند، خوارجایی که اهل سنت بد میبینند و از این فرصت ها استفاده برده ما به هجوم کرده ایستادند. ما اینها را که پیشتر خیلی رسوا کرده نابود کرده بودیم، از همین فرصت استفاده برده ما را اومده چهره ما را میخوان که سیاه بکنند، میخوان که ما را هر خیل طعنه ها به بالایمان جاری بکنند. یکم مسئله دوم، جهمی ها، آذری ها، این خوبسایی که قبوری ها را مسلمان میگوید، اینها امروز برآمده مرا کافر تکفیر این اون کرده است. خودش آذری است، خودش مشرک مسلمان میگه، اما برآمده ما را میگه که جهاد فتنه گفت، این آدم این است اون است گفته به ما هجوم کرده است. برای چی؟ سوال خیلی مهم برای برادران و خواهران، برای چی؟ برای اینکه جهمی ها خوارج ها را ما رسوا کرده، حقیقت اینها را بیان کرده، چهره سیاه اینها را بیان کرده، اینها را نقشه های شومشونه، عقیده باطلشونه شکست دادیم، از فرصت استفاده برده امروز ما را زده ایستاده. و سیومین گروه، بعضی از جاهل هایی که از همین گروهی مثلا ایگیل هست، بعضی از جاهل هایی که به یگان سبب برآمده ما را تکفیر کرده است. این جوهلا هر کسی که اینها به یک خطاگیشه گفت، یک کاری اینها به راضی نشد، همون تکفیر میشد است. این نامعقلتون میره دیگه کسو میکنید. شما یگون دلیل دارید این جماعت، شما یگون دلیل دارید که یک جماعت یگان بار خطاگی نمیکنه، 100% همین کارش درست است. کنی دلیل شما این کارو چون وقتی که علما شما را نصیحت کردن، این علما را کافر میبرارید. طالبی نصیحت کرد یک بار کافر میبرارید. مگر شما خطاگی ندارید؟ نصیحت کسی شما را کرد، شما برای جاسوس میبرارید، میرید سریش میبرید. عالم طالب علم حکم کشتن و قتل میتید. شما به هیچ کس نصیحت کردن به حق ندارد. شما خودتون حقی مطلق فکر کردید، نامعقول کردید، نامعقول کردید، نامعقول کردید. تمامی امیرت یک جا شود، 1000 بار مرا تکفیر کند، من میگم که شما خطاگی دارید، برای که شما رئیس شما پیامبر نیست، پیامبر شما را اداره نمیکنه. شما بله دعوای قرآن و سنت فهمی سلف میکنید، لیکن خطاگی کردنتون ممکن است. یک عالم، یک طالب خطاگی شما گوید شما باید تو جاسوسی، تو منافقی، تو زندگی، تو پوتینی، تو امریکایی، تو بریتانی، تو تاجیکستانی، تو منافقی، تو کافری، تو سرت میبره. این چی احمقی است؟ ای کودک، ای جاهل، چی احمقی است؟ این خیلی گپ نیست در شریعت اسلام که یک جماعت بذاتش حق است، یک جماعت همین کاری کردگیش حق است، یک جماعت هرگز خطا نمی کند، یک جماعت هر کسی که باید به خطا یک قربان نصیحت کرد خطا کردتون گفت همون کافر میشه. این گپ نیست، این غلو است، این غلو است. برادرو، ما را طعنه میکنید، ما را لعنت میگید، ما را تکفیر میکنید، هر کاری میخواید بکنید، این کار شما گمراهی است، این ضلالت است. من دیشب پیش از اینکه من کتابی که اینا نوشته است 4 جاهل احمق کتابی نوشته که خوندم، باور کنید به این احمقا، به این کتاب نویسا توف میکنم. من جاهل احمقا نمیفهمد که چی نوشته شده است. 100 بار من جاسوسی کافر گفته است، جاسوس کافر امریکایی روسیه فروخته شده منصب میخواد. چی احمقی داری تو؟ یک خطاگی تا یک کس گفت تو خیلی معامله میکنی. برای همین است که علما و طالب علما
هزارها بار میگن که مردم، جماعت، شما را این کودکچه های داره. اگر شما در حقیقت اسلام به خدمت میکردگی باشید، شما علمای طالب علم کشی را بس کنید. این کشتن طالب علم است. در همین کتابش حتی قتل، حکم قتل من برآورده است. همین جماعت اكون نمیدونم این کتاب کی نوشته است. نوم کتاب معلوم نه. حکم قتل من برآورده است. چرا؟ ما گفتیم که فلان مسئله به خطا کرد. و این مسئله اصول دین نیست. این مسئله فروعات است. این مسئله به علما ده ها قول دارد. من اگر از سلف صالح با دیگر خل اگر اثبات کنم، سلف صالح اختلاف کردن، دارالکفر بگفتن. وقتی که تو به امن در آمدی، تو وقتی که به امنیت در آمدی، یگان این خیل کارا را کردن ممکنه علما اختلاف کردن این مسئله. خیلی میشه که تو یک کس در مسئله اختلافی فروعاتی گشته و برگشته 100 بار تکفیر کنی. چرا تکفیر؟ برای که جماعت ما را خطا گفت، برای که جماعت ما را قبول نکرد. تو باید سخنی ما میگفتی. این نامعقولیت دیگر جواب میکنی، جاهل. نامعقولیت دیگر جواب میکنی. ما سخنی حق به هر کس میگیم، بار دیگر میگیم. من یک طالب علم آزادم، جماعت شما خطا کرد، خطاگی شما رو من میگم. هر بار این گفتنش ممکن است. من حالی خطاگی های بزرگ به نرفتم، حالی اینش بیستادیم. شما هم خیلی جاهلی کردن گرید. مو قطی شما، قطی امیرهاتون، قطی سرداراتون کتاباتون آورده قطی گپ میزنید. کتابای اعظم کلماتون مثلا عذر بالجهل آورده گپ میزنید. کنی ببینیم چیکار میکنین شما. ای خودت داره جاهل. بیا گپ بزنیم. الولا بیا من اثبات میکنم منافق بدن تا بیا نه مردک باشی. بیا گپ بزنیم. بیا صبر مردک کن، من باشی سخنم نزن. شما. بله بسم نه الله اثبات کن. بله الان اثبات کن. صبر کن، کشن میکروفون اینه. کشن میکروفون شما منافق بدن من اثبات کرد. بیا کمتر صبر بسم الله کنش. شروع میکنیم. بسم الله من شروع میکنم. گوش بکن. من زیاد گپ نمیزنم. سالایی که در زیلو دعوت میکردی برادرو ده. من در زیلو، ببینید، در زیلو ابو محمد گفتن یکی از طالب علم ها بود از مصر. او دعوت میکرد. من در زیلو برآمده این بچه ها به یگون بار درس هم دادگی نیستم، یگون کاری کردگی نیستم. یک بار دو بار برآمدگی باشم نصیحت کردگی است. اینها همون ابو محمد آورده به من اومیخته کرده. فکر میکرد که همون ابو محمد من هستم. نه، وای ابو محمدی که امروز درسش هست، همون ابو محمد امروز درسش هست. یک مسئله، همون ابو محمدی که شما دارید، من ابو محمد مدنی هستم. او دیگر ابو محمد است. ابو محمد صدها ابو محمد است. مثلا چهله که ما میدونیم کتابای تاجیکی را یکی از برادرها ابو محمد ترجمه کردگی بعضی کتابا را. فکر میکرد که همون ابو محمد من هستم. بعضی آدما فکر میکرد که همون ابو محمد من هستم. من نیستم. من نیستم. من ابو محمد مدنی هستم. بعد از این اکنون بیاید تصور کردیم که مثلا تصور کردیم که یک طالب علم یک وقت مثلا گفت که خیر امینو قرآن و سنت به نزدیک است. چهله که محمد انصاری هست، محمد انصاری که در گروه شبکه وصال حق بود، در مدینه منوره ایستاده، تمام توجیه‌ها رو به میگفت که این جماعتی که در سوره عراق است داعش است، اینها اهل سنت هستند، اینها حق هستند، اینها رافضه ها رو کشتن باد کردن. گفته در کانال وصال حق میگفت. امروز همین گپاش وجود دارد. امروز اومد فکرش دیگر کرد. یک چند آدم ها هست که این کار کردگی فکرش شاید دیگر کرده باشه. این خیلی آدم ها کم نیستند. به سبب چی؟ حالا اون که از نظر عقیده همین خیلی آدم ها از نظر عقیده فکرش دیگر نکرد. همین محمد انصاری هم جماعت داعش به از نظر عقیده فکرش دیگر نکرد. عقیدتا کی خواهد هم خیر رفتن میگرفت، کی خواهد رفتن میگرفت. از نظر عقیده نه، از نظر معامله، از نظر بعض دیگر چیزها عقیدش دیگر کرد. یک آدم مثلا اینا به طرفداری کرد، گفت که خیر شاید حق باشد، ظاهرا ما حق دیده ایستادیم. گفت بعد از این خطاگی اینها مثلا دید، خطاگی اینها دید و گفت که شما خطا کردید. همین منافقی است. چیست خطاگی اینها؟ کسی بگوید کافر میشد است. تو به من دور نرفت، تو به من جواب گو که آیا مسئله اصول دین نه، مسئله فروعات به مسئله که اختلافی است، اگر
کسی این جماعت گفت که شما همین مسئله به خطا کردید، مصلحه مقصده به خطا کردید، مسئله فروعات به آدم تکفیر کردن همین از منهج اهل سنت است یا غلو است؟ کنی به من بگو. منه گفت دیگه جان بر سوالم به جواب ده. بسم الله. مسئله بسم الله. فروعات بین ما صدای ما دیگه هست. جان را جواب بگو. همین مسئله به جواب ده. کسی حق بگه و منافق نیست، کسی کتمان حق نه و منافق برو است. محکم میکنم. ای بی ادب، ای جاهل احمق، ای جاهل احمق، تو اول سوال به جواب ده. یک مسئله که اصول دین نیست. حاضر من صحبتی که کردم مسئله مسکو به این مسئله اصول دین نیست. من همین کار خطا گفتم. مثال کی کرده نباشد. مثال اگر شما گویید همین مسئله به من یک فکر علما را، یک سخن علما را، یک قسم علما را گفتم. این مسئله اصل دین است، فروعات دین است. همین مسئله به آیا مسئله فروعات دین به من کافر میشه؟ به خاطر اینکه یک مسئله فروعات به من شما خطا کردید گفتم این کار درست نیست گفتم مسئله فروعات به اگر من خطا کرده باشم هم او من کافر میشم مسئله فروعات به او همین مسئله به آدم یک کس تکفیر میکنه یا نمیکنه؟ سوال جواب ده. شیخ این همه گوش کردی ندر آمدم گفتم که تو با حدیث های بس کنی رو آوردی نابود شو. نابود شو احمق جاهل. نابود همین به بیخش و دلیل کی کرده میتونه و دلیل کن به بیخش و دلیل کن. این خیلی جاهل احمقا به مجلس مبرنه راو کیم کدوم جهمیه شورباشو خورده گرد. من تو احمق به، من تو جاهل به، من تو گمراه به سوال داده ایستادم که در باب تکفیر من به جماعت شما گفتم که در انا خوب دقت بدید. من گفتم که مثلا در همین مسئله ترکاندن در بین مردم، در مسئله زنها و کودکای مثلا کشتن در وقت هجوم درست نیست گفتم. همین مسئله من مثلا در وقت هجوم درست نیست گفتم. اگر من تصور کنید که اگر من خطا کرده باشم آیا در همین مسئله من کافر گفتم ممکن است؟ آیا در همین مسئله من حکم قتل موندن ممکن است؟ من به این غلو است. این غلو است. استاد محترم ببخشین یک لحظه صبر بکنین. همین کسی را که پیشتر بالا آمد ای را بدانین این منهج امو دولت اسلامی میگیم امونا منهجشان اساتیدشان که از ترک بن علی است و کلانایشان کتاب نوشته در این باره و منهجشان واضح است، منهجشان آشکار است، منهجشان بواح است. هیچ حتی اینا به اساس اینمو منهجشان پیش نمی روند. حتی اینمو کسایی را که شما آمدن شما را تکفیر کردن در اینمو منهج والله بالله ثم تالله نیستن. اینمو فعلا کتابهایشان نزدم هست، اینمی فعلا همه چیزشان نزدم هست. تسلسل در تکفیر ندارن، دولت اسلامی تکفیر بالعموم ندارن. الله هیستان بکنه. من والله میگم یگان علما این ترکی بن علی کی بود؟ شاگرد سلیمان العلوان بود. یگان علما در مسئله تکفیر، در مسئله جماعت اینقدر غلو نکرد که در مسئله جماعت اینقدر غلو نکرد که خطاگی موی گویی تو کافری نگفت. چقدر علمای اهل سنت و الجماعت به این جماعت نصیحت کردند. در اول نصیحت کردند، برادرانه نصیحت کردند. هیچ کس اونها را کافر نگفت که نصیحت کرده وره. گفتن در بعض جاها خطاگی دارید. خطاگی را غیر از پیامبر دیگه هر یک کس خطاگی کردنش ممکن است. حضرت عمر وقتی که امیر المؤمنین بودند رضی الله عنه به بالای منبر برآمدند درباره میراث گفتند یک مسئله را که میراث به یک جای نازک شده خطا کردند. یک زن کمپیر خست گفت که عمر خطا کردی، حق نه این است. حضرت عمر گفتند که اخطا عمر و اصاب عجوز. عمر خطا کرد و این کمپیر چی کرد؟ حق گفت. حتی در زمان پیامبر حضرت ابوبکر و عمر خصوصا عمر رضی الله عنه فکرهای خود به پیامبر میگفت. میگفتن که پیامبر مثلا همین اسیرها را ما باید این خیلی جواب ندیم، این اسیرهای حکمشن این خیلی باشه چه خیلی میشد رسول الله.
پیامبر به میگفتن که رسول الله اجازه بیتید منافق زنیم. پیامبر مگر ما حق نیستیم که این منافقا که تیخل معامله میکنیم؟ گفتن گپا بود. این جماعت به هیچ کس گپ زدن به حق ندارد. برادرها، کسایی که طرفدار این جماعت هستید، این برادری که حاضر هستید میرویس، الله شما را حفظ بکند، من یک چیز میگم، جماعت سبب الولا و البرا نشود. الولا و البرا به قرآن، به سنت، با فهم سلفین امت میشه. جماعت همون وقت ما جماعت طرفداری میکنیم، جماعت به خاطرش الولا و البرا میکنیم که سخن حق گوید، کار حق کند. جماعت کتی یک چیز، یک منهج آموزین. بله شما که خواهین تکفیر کرده حکم قتل داده پرتوفتن میگیرین، لیکن یک چیز فهمین که نصرت شما با انمین مؤمنین و صادقین میشد. همراه شما انمین مؤمنین و صادقین و علما نشود، هیچ وقت نصرت نمییابید. جاهل ها، احمق ها هرگز سبب نصرت شما نمیشد. حاضر بسیار برادران میگن که انمین جاهل هایی که گپ میزند اینها به دولت، مثلا به همون یا میگن به این جماعت ربطی ندارد، اینا دیگر است. هر ربط نداشته باشد جماعت برایت گوید، جماعت برایت گوید که ما این جاهل ها از ما نیست گوید. این جاهل ها همین جاهل هایی که از افغانستان هستن. بنابراین انا این خطابم به تاجیکا، به برادرای تاجیک، به خواهرای تاجیک. 4 ماه پیش برادرای افغان یک قسمشون آگاه است. 4 ماه پیش من، معروف راسخ، ابو عمر صلاح الدین، بعد از این عبدالظاهر داعی، همه این ما نوم ما را زنهای ریشدار موندگی بودن. البته این اختلاف ها، این کشمکش ها در بین تاجیکان نشد، در بین برادرهای افغان شد. برای همین تاجیکا بیخبر هستند از این چیزها. زنهای ریشدار، من، همه این طالب علمای دیگر، علما، همه ما زن بودیم، زنهای ریشدار بودیم. چرا؟ برای اینکه هجرت نکردیم. انسان، تو یک بار کلت کار درور، تو کودک یک بار فهم، تو یک بار عقلت کار به درور، تو خیل چی گفته ایستادی؟ او به کجا؟ او به کجا این علما هجرت کند؟ تو سر از زدگی است، تو کی هستی؟ چهار همین جاهلک، چهار همین احمق همین علما را به قتل میرسونند. والله اگر همین جاهلکایی که همین کتاب نویستگی آدمی که کتاب در حق من نوشتگی است، اگر دستی همین به ما بخوریم، همینا، من نمیدونم این بعضش خودش علامه زمان میگود، بعضش خودش ممکن امیر میگود، من نمیدونم چی میگود، میگرد میگود که این نبی محمد جاسوس است، میگود این آدمی پوتین است، آدمی این است آن است، میگود کشته میپرتد. یک کس اینها را سوال نمیکند، یک کس اینها را سوال نمیکند، نصیحتی یک کس اینو قبول نمیکند. باور کنید، هر کاری که میخواهیم بکنید، هر دیوانگی به عقلی که باید بکنید، لیکن شما از ما سخن حق میشنوید. شما این غلو، این احمقی را، این تکفیر بیجاره، این جاهلانه معامله کردن با طالب علم علما را باید بس کنید. خطاگی انا این غلو میگه. شما غلو برفتید، شما غلو برفتگیت، با میگو غلو برفتگیت. اثبات کنید که من چی کفر گفتم، من چی کفر گفتم. ماکسیموم اثبات کرده میتونید که، ماکسیموم اثبات کرده میتونید، درجه بالاترین اثبات کرده میتونید که ابو محمد همین مسئله به خطا کرد. همین فکرش به بله علما هستن، لیکن این مسئله خطا اگر گوید، من این گپ قبول ندارم خطا گفتن شما، لیکن شما از همه کاری زیاده که کرده میتونید میگید که این مسئله، میگید مسئله حادثه که در مسکو شد، این مسئله اختلافی، این مسئله به علما دو قسم گپ زدن. یک قسم علما خیر ابو محمد در این گپ زد، یک قسم علما خیلی گپ نزد. این مسئله اختلافی است، خیر این مسئله به خطا کرده ابو محمد. اگر گفته توانید، اگر دلیل آورده توانید، انمیق گپ زده میتونید، اما تکفیر کرده نمیشه. در اینجا در تکفیر غلو و ما دیدیم. اینجا تکفیر کردن به حق ندارد. مالی تکفیر با گفت است که مثلا سر میزنید. ببینید چقدر دشمنای الله و رسول توپ خورده گشت است، چقدر دشمنان قرآن و سنت جهمی ها که یک نفر جهمی
تمام امت رسوا کرده گشت است. اینها کتاب درباره من نوشتن، چلی چند صفحه کتاب درباره من نوشتن. در درونش دلیل هایی که آوردگی فقط ضد خودشون، فقط ضد خودشون. دلیلی که من آوردم حدیث متفق علیه به یگون جواب نه. بله من میدونم 4-5 جاهل این چیز به باور میکنن، 4-5 جاهل نمیفهمن. لیکن منافق، جاسوس، کارگر پوتین، کارگر حکومت تاجیکستان، ملتگرای تاجیک پرست، انا خیلی تانه ها همش دروغ است. ما یا نه ملتگرا هستیم، نه کارگر پوتین هستیم، نه کارگر تاجیکستان هستیم، نه کارگر این با گفته دیگرش اوکراینی هستیم، نه امریکایی، نه یک طالب علم آزاد هستیم. سخن حق به شما کی میگوید؟ اگر همین طالب علم نگوید کی میگه؟ شما همه علمای طالب علم نمیخواید ترسوندید. هر عالمی که شما به نصیحت کرد کفری و عالم از کیم کجا یافته اومدید و کفری و اثبات کردید و کفر گفتید پیچت زدید. عاقبت چی شد؟ عاقبت چی شد؟ همین علمای تکفیر کردن گره چی میشد عاقبت شما؟ ما شب هم گفتیم که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد محترم اجازه هست چند کلمه خدمت شما عرض بکنم؟ خداوند متعال شما را حفظ کنه. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت عزیزم جناب استاد المدنی حفظه الله و چند نکته دارم درباره این آقایونی که بسیار تندرو هستند و خودشون رو به حکومت اسلامی اصطلاح وابسته میدونن. آقایان خوب توجه بکنید. حافظ جناب شیخ الله رب العالمین هست. ایشان هدفی جز اصلاح امت ندارند و شما توجه داشته باشید که متاسفانه نه در سیاست شما تخصص دارید و نه در دین تخصص دارید و این را بدانید. زمانی که مثال میزنیم اگر نماز امت، نماز شما، نماز من و غیره بر اساس دستور رسول الله علیه السلام نباشد اون نماز نیست. زکات اگر چنانچه بر اساس دستور رسول الله علیه السلام نباشد اون زکات نیست. حج اگر بر اساس دستور رسول الله صلی الله علیه و نباشد اون حج نیست. جهاد شما که به اصطلاح میگید بر اساس دستور رسول الله نباشد اون جهاد نیست. این هست این تندروی شما متاسفانه که فقط میگید و بسیار از جوانان ناآگاه را بدتر مقلد کردید، بدتر از مذاهب اربعه مقلدشون کردید. متاسفانه بدونید که بدونید شما این را کاملا بدونید که تمام اطلاعات جهان در بین شما نفوذ کرده اند. بدانید و یا ندانید نفوذ کرده اند. اون راه و منهجی رو که باید پیش میگرفتید و در راه اسلام میرفتید اون منهج را گم کردید. منهج را افراد بسیار آگاه و زبده و آموزش دیده تمام اطلاعات غرب و اطلاعات منطقه در بین شما نفوذ کردند و منهج را گم کردند. اینجا هست که زمان جناب شیخ حفظه الله میفرمایند که اون کار شما بر اساس اون حدیث، بر اساس آیه قرآن اشتباه هست. شما به جای اینکه قبول بکنید میایید متاسفانه جبهه گیری میکنید و جناب شیخ رو به اصطلاح اهانت میکنید و تهدید میکنید. این تهدید شما مطمئن باشید که شما را منفورتر در میان امت محمد علیه السلام میکنه. تا زمانی که از امت، تا زمانی که از علمای روشن مثل ایشان پیروی نکنید، جهاد این جهاد شما نیست، این جهالت شما هست. این رو یقین باور بکنید. تا زمانی که اسلام رو تشخیص ندید، تا زمانی که قرآن و سنت صحیح رو تشخیص ندید، تا زمانی که قرآن معیار شما نباشد، رسول الله علیه السلام معیار شما نباشد، بدون معیار شما نمیتوانید دشمنان درونتون رو شناسایی بکنید. در زمان اینو خوب توجه بکنید، زمانی که در حیات رسول الله علیه السلام منافقین نفوذ کردند، منافقین در بین صحابه نفوذ کردند و الله رب العالمین به پیامبر از طریق وحی نشان میداد و میگفت که فلانی منافق است و فلانی منافق هست. و حالا که وحی قطع شده و رسول الله علیه السلام تشریف ندارند، اگر دستور قرآن و سنت نباشد شما هیچ وقت حق و باطل را تشخیص نمیدید. آقای برادر مجاهد، خودتون مجاهد داری، اگر ایشون فرمودن حرفشون صحیح هست، حرفشون بسیار درست هست، بر اساس منهج اهل سنت و جماعت هست، بر اساس منهج قرآن و سنت هست، خودت را اصلاح بکن، احساساتی برخورد نکن بیچاره. اگر این برخورد بکنید، جناب شیخ در جهان طرفداران زیادی دارند، شما همون اندک طرفدارانی هم که خواهید داشت از دست خواهید داد. اینو توجه بکنید، احساسی برخورد نکنید. بدونید، بازم تاکید میکنم که تمام اطلاعات موساد و اطلاعات آیسا و اطلاعات CIA آمریکا و داخل منطقه و داخل کشورهای
نزدیک خودتون در بین خودتون هستند، با لباس های بسیار مبدل، با به اصطلاح خودشون رو دوست جا زدن، اما متاسفانه شما چون معیار نداری نمیتونه بشناسی اینها رو. معیار زمانی که قرآن و سنت باشد، معیار را بگذارید که علما مثل جناب شیخ حفظه الله بیان بکنن، شما این معیار رو در دست خود داشته باش، باید بتونه تشخیص بدی حق و باطل را. نه اینکه به محض که به شما نصیحت بکنند که آقا بر اساس دستور قرآن و سنت، بر اساس جهادت رو بر اساس دستور الله و رسول موافق بکن، شما ناراحت میشی و کتاب می‌نویسی فلان جوری هست. کی این اجازه رو به شما داده؟ این اجازه رو به تو که داده؟ تو از کجا منهج صورت میگیره؟ چه کسانی چرا تهدید میکنیم علمای اسلام رو؟ علمای اسلام رو خداوند متعال حفظ میکنه، طرفدار دارن. اینجوری نیست که هر چی تو بگی که اسلام از دهن تو بیاد بیرون، اون نیست. جهاد آن هست که الله و رسول بگوید. انسان کشی نیست در دین ما. تو باید با جهادت انسانها رو زنده بکنی، فکرها رو زنده بکنی، نه که انسانها فکرها رو مقلد بکنی، فکرها رو بکشی. بذار آزاد فکر بکنن، یک کمکی احساسی فکر نکن، بیاد فکرتو آزاد بکن. بیچاره تا که گرفتاری. اندک افرادی هم که در دست داری و مسلمانایی که میخوان برای شما دعا بکنن، اونها را هم به والله بالله تالله با تهدید و علمای مثل علمای ربانی جناب المدینی حفظه الله داری از دست میدی. بیچاره نکن، اطراف خودت را بشناس، بسیار توجه کن. جناب شیخ بسیار ببخشید گفتم این نکات و خدمت این دوستان بگم. خداوند متعال شما را در پناه خودش حفظ بکنه، حفظ خواهد کرد و بدون اجل مرگ نیست. تا الله نخواهد کسی نمیتونه کسی رو بکشه. خداوند همه موحدین را به خصوص جناب شیخ را در پناه خودش حفظ بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارك الله فيك شیخ عزیز. اینجا یک مسئله هست که الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که و شاورهم فی الامر. پیامبری که از جانب الله به این پیامبر وحی می آید، پیامبری که بینشون و بین الله واسطه وجود دارد، وحی می آید. لیکن الله همین پیامبر را امر کرد که در کارهایت مشورت به صحابگان کن. چرا؟ پیامبری که به بالش وحی می آید، الله به او جبرائیل میفرستاند، پیامبری که معراج رفت، به نزد الله رفت، پیامبری که می شود که خودی الله هر یک گپ به این پیامبر بگوید، لیکن پیامبر را الله امر کرد که و شاورهم فی الامر، یعنی در کارها، در بسیار مسئله ها که هست مشورت کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد به صحابگان مشورت کردن، نه فقط به همه مسلمین که حتی در درونش منافقین هم بود، ظاهرا دعوای مسلمانی میکردن، منافقین مشورت کردن که جنگ رو که قریشی ها دارد مشرکین به ما هجوم میکند، جنگ احد بعد از بدر دومین جنگ، این رو حتی بدر دوم هم میگن. پیامبر گفتن که در کجا این جنگ ما کنیم، یعنی مشرکا به ما هجوم کند، در کجا به اینها مقابله ضدیت نشان بدیم، آیا در درون شهر مدینه یا در بیرون شهر مدینه؟ ببینید پیامبر مشورت میکردن، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مصلحه و مفسده رو از صحابگان پرسیدن. میشد که الله به پیامبر گفت که پیامبر برو به بیرون، در بیرون جنگ بجنگ. الله سبحانه و تعالی به ما تعلیم داد، به این حیات رسول الله، به این سیره رسول الله به ما تعلیم داد که ما باید در این مسائل مشورت امت داشته باشیم، مشورت صادقین داشته باشیم، مشورت علما را داشته باشیم، مشورت کسان داشته مشورت کسانی رو در کارهای بزرگ داشته باشیم که اونها مصلحه و مفسده رو میفهمن. بار دیگر میگم، قاعده اصولی منهج عقیده اهل سنت رو که مصلحه و مفسده در مسئله اصول دین گفته نمیشه. خیلی که امروز دموکرات خواهان و علمانی ها میگن که مصلحه و مفسده، امروز مصلحه همین است، گفته شرک میکنن، نه این کفر است. اما مصلحه و مفسده در این مسائل اجتهادی، در مسائل یک عملیه و غیره و غیره، در این مسئله حتی پیامبر را الله امر کرد که مشورت کن از صحابگان، یک فکر و اندیشه اونها را بگیر که کدام چیز مصلحه برای مسلمان است. پیامبر نگفتن که نه همین من چیزی که گویم همون میشود، رفتیم بیرون یا میشینیم، نگفتن. پیامبر جمع کردن مسلمان ها را، گفتن که شما چی فکر دارید، چی میگویید.
قریشی ها به ما هجوم میکنند. آیا در مدینه درون شهر بیستیم، در درون خانه ها بیستیم و جنگ در درون شهر بکنیم دفاع را، یا که بیرون از شهر برویم؟ پیامبر مشورت گرفت. صحابگان صادقین گفتند که رسول الله، در این شهر زنان و کودکان ما هستند. وقتی که اونها در آمدند اگرچه ما دفاع کنیم هم ضرر اونها به زن و کودکان میرسد. این دلالت به چی میکند؟ این دلالت به این میکند که منهج اسلام در جنگ دفاع کردن زنهای مسلمه، کودکای مسلمه و به جنگ آمیخته نکردن زنهای مسلمه، کودکای مسلمه است. هر باره که جنگ میشد، هر جنگ رسول الله را ببینید، زنها و کودکها از این جنگ در اطراف در یک طرف جدا می ایستادند، در حالت حمایت می ایستادند. به درون جنگ زنها را نمی برد. یکم چیز از این چیز می آموزیم. دوما صحابگان گفتند که ضرر اینها حتما به فرزندان ما و به زنهای ما میرسد. می برایم به بیرون از مدینه، می بریم به بیرون از مدینه. اما بعضی از کسانی که مشکلی داشتن گفتند که نه، بیاید در همینجا بیست، بیاید در درون شهر بیست. حتی بعضی از علما اینها را گفتن، اینها بعضی از منافقین بودند که بلند بلند میگفتند بیاید در درون شهر بیست. اما پیامبر وقتی که این دو فکر، دو نظریه این مردم را گرفتند، سخن صحابگان به مانند ابوبکر و عمر و صادقین گرفتند، بر آمدند به بیرون، به بیرون از مدینه، تقریبا 5-6 کیلومتر بیرون، به زیر کوه احد. امروز به مدینه داخل شده است، داخل مدینه است. او وقت از مسجد پیامبر تقریبا 6-7 کیلومتر بیرون تر بود. رفتن جنگ در اونجا کرد. شکست خورده باشند هم، لیکن ضرری این شکست به زنها نرسید، به کودکان نرسید. الله مشرکین چیکار کرد؟ قلبشون دور زنان. مسلمان ها را اگرچه 70 نفر اینها را قتل کرده، لشکرشون پراکنده باشد هم، مشرکا تا این درجه بی عقلی کردند، الله اونها را خور کرد که مدینه به ندر آمده گشته برفت. این بود مشورت. بعد از این جنگ احد، ما در سیره رسول الله در آینده ما فایده جنگ احد باید بگوییم. من 10 سال است که میخوام در همین مسئله صحبت کنم. والله سال 2014 در وقتی که در مدینه منوره بودم، میخواستم در همین مسئله صحبت کنم از کتاب ابن القیم الجوزی. برادرانی که طالب علم هستید، برادرانی که کتاب عربی را خونده میفهمید. ابن القیم الجوزی کتابشون در باب من جنگ‌های رسول الله، غزوات رسول الله بگیرید، جنگ‌های امهات 27 تقسیم کردن، امهات و غیر امهات بخونید و بعد از این درباره جنگ احد ابن القیم الجوزی چی سخن‌ها، چی دلیل‌ها ورده خونید. والله این سخن‌ها را باید به آب طلا نوشته شود که چقدر زیبا قرآن و سنت سیره رسول الله ابن القیم الجوزی شرح می‌کنند. میگن که امت باید از این جنگ احد عبرت بگیرد. الله شکستی که در اینجا ظاهرا شکست است، این را شکست حقیقی به رسول الله نکرد، بلکه این یک تعلیم به امت رسول الله بود که اگر در جنگتون، اگر در جهادتون یک مخالفت به رسول الله کردید، شما نصرت نمی‌یابید، شکست می‌خورید. دلیل انا همون 50 نفره که تیرپران ها بودند، رمات، در نام این کوه رو هم جبل الرمی میگویند. یک کوهچه که بین امروز در بین این کوهچه، یعنی بین این کوهچه و کوه احد قبرستان وجود دارد، یک کوهچه میده. پیامبر صلی الله علیه و 50 نفر از صحابگان را به نمین یک طرف کوه ماندند و گفتند که در همینجا می ایستید. اینها به تیر کمان، به کمان، اینها تیر پران ها بودند. گفتند که همینجا نگاه کرده می ایستید، هرگز به پایان نپروید. اگر دیدید که ما شکست خوردیم، اگر دیدید که غلبه کردیم، در یگان حالت از این جایتون نجنبید، همینجا ثابت بایستید. برای که پیامبر صلی الله علیه و از نظر استراتژی جنگی، از نظر نقشه جنگی دیده بودند که اینجا دور زدن مشرکین، از عقب آمدن اونها را، هجوم اونها از جانب دیگر را اینجا می دارد. اما در جنگ احد اولا پیامبر و صحابگان رضی الله عنهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که هجوم به کفار کردن در جنگ احد، پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان به پیش رفتند.
حتی کفار و مشرکین یراقهای خود مونده نصفش گریخت، فرار کرد رفت. این 50 نفره که در بالای کوه مونده بودند و پیامبر تاکید کرده بودند که نجنب، اگر پرنده ها آمده ما را گرفته برود و ما را بخورد نجنب. اینها فکر کردند که تمام مسلمان ها غلبه کرد. الله اکبر، الله اکبر. گویان خرسندانه به گمان نیک و خیر سخن پیامبر صلی الله علیه و فراموش کردند، شتافتند به پیش، غلبه کردیم. گفتند که در یک طرف مشرکین لشکرشون به دو قسم بود. مشرکین یک قسم لشکرش پیاده به شمشیر جنگ میکند، یک قسم دیگریش سواره اسب سوار بود. لشکر پیاده‌گرد مشرکین اگرچه فرار کرده بود، اما لشکر سواره مشرکین در یک جانب آرام ایستاده بود به سرداری خالد ابن الولید که رضی الله عنه حالا مسلمان نشده بود. اگر لشکر پیاده‌گرد مشرکین فرار کرد، اما این لشکر قسم دوم مشرکین که سواره هست در اسب است از عقب آمد، مسلمان ها را از عقب هجوم کرد. به سبب چی؟ به سبب اینکه همین 50 نفر در جا ایستادند. این 50 نفر اگر می ایستادند میزدند، نمی رفتند. مخالفت به یک سپارش رسول الله کرد، به یک امر رسول الله مخالفت کرد و به سبب یک مخالفت به امر رسول الله شکست خورد. هر کسی که دعوا از جهاد میزند مجاهد است. یک بار نظر بکند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم به قرآن و سنت مخالفت کرده ایستاده است یا نیست؟ اگر کرده ایستاده باشد داند که نصرت نمیشه. بعد از این همه کسانی که دعوای جهاد میکنند باید دانند که جهاد به مانند نماز عبادت است، جهاد به مانند روزه‌داری عبادت است، جهاد آداب، اخلاق، احکام، شرایط و مصلحه و مفسده های خود دارد. شما فکر نکنید که این مردمی که به صف جهاد رفتید دیگه همه جاهل است و همه احمق است. نه، علمای طالب علم میخونند، میبینند، میفهمند از این مسائل. شما فکر نکنید که جهاد یک دروازه باز است، هر کس در آمده چی کار خواهد در جهاد کردن میرد، چی کار خواهی کردن میگیری. نه، خیلی نیست. ما وقتی که اشهد ان محمد رسول الله گفتیم چی گفتیم؟ اشهد ان محمد رسول الله گفتیم شروط دارد. بعد از 7 شرط با شرط های اضافگی طاعته فيما امر و اجتنابه فيما زجر و تصديقه فيما اخبر و الا يعبد الله الا بما شرع. ما الله عبادت نکنیم مگرم به نشان داد و به همون شریعتی که محمد صلی الله علیه و سلم آورده است. یعنی ما در عبادتمون خواه نماز باشد، خواه روزه باشد، خواه زکات باشد، خواه حج باشد و این چنین خواه جهاد باشد، جهاد هم باشد، ما باید متابعت به رسول الله کنیم. در غیر این صورت جهاد این جهاد گفته نمیشه. اگر 100 سال تو خودت مجاهد گو، 100 سال خودت در راه جهاد گو، اگر منهجت منهجی حق نباشد، عقیده حق نباشد، جهادت رو، روش کارت رو در اساس منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم نکنی، غلو کنی، خطا است. این کارت خطا است. بیاید من یک سخن سلفی که به گروه گذاشتم یک بار مطالعه کنم به شما ببینید. قال حذیفه، اولا این روایت در سنن سعید بن منصور با رقم 2564 و مصنف عبدالرزاق آمده است، جلد 5. حذیفه قال حذیفه لابی موسی الاشعری، حذیفه به ابو موسی اشعری میگه، اینا هر دوشون صحابه است، حذیفه به ابو موسی اشعری میگه که ای ابو موسی اشعری میگه، ببین میگه لو ان رجلا يخرج بسيفه ينبغي در روایت يبتغي وجه الله فضرب فقلت كان يدخل الجنه. ای ابو موسی اشعری، یک انسان
شمشیر گرفت، جهاد گفتی برآمد و در همین راه کشته شد، زده شد. یعنی شمشیر گرفت و جهاد گفته برآمد و مقصدش هم خالصا لله وجه الله بود، به خاطر الله برآمدن گفته جهاد به شمشیر گرفته برآمد و در همین راه کشته شد. صحابه به صحابه سوال داده شدند. حذیفه به ابو موسی اشعری سوال داده شدند که آیا همین انسان جنتی است؟ آیا ما همین انسانی که شمشیر گرفت، جهاد گفته برآمد، در این راه کشته شد، ما آیا همین جنتی گفته میتوانیم یک بار به خاطر اینکه جهاد برآمد؟ ابو موسی اشعری گفتند که قال ابو موسی نعم، بله. ابو موسی اشعری گفتند که بله، ما نمیگیم که جنتی است. لا اله الا الله به خاطر الله برآمد، شمشیر گرفت و برآمد. لیکن حذیفه گفتند که لا، نه، ما این جنتی گفته نمیتوانیم یک بار گفت. چرا؟ دومش بعد ولكن اذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم اصاب امر الله. اصاب امر الله. همان کس رو ما جنتی میگوییم که گفتن هر کسی که شمشیر گیرد، جهاد برآید، به خاطر الله مخلصانه صادقانه، اكو دوامش مهم است. ثم اصاب امر الله، در همین کارش یعنی در اینجا چی میگه؟ اصابه به زبان فارسی یعنی موافقت به شریعت اسلام میگیم. اصاب این کسی که مصیب، یعنی کسی که در همین راه درست میبراید، در اساس منهج، در اساس عقیده، در اساس قرآن و سنت، در اساس منهج پیامبر این کار میکنه، در اساس عقیده درست منهج پیامبر این کار میکند، ما اینه در اساس جهاد مردش میگیم که جنتی است. اینا صحابه گفته شده. سبحان الله. اگر در اساس عقیده نباشد، یک مشرک برآید، یک قبوری برآید، اعلان جهاد کند، همین آدم کشی را صرف کند، آیا همین قبوری جهادی کردش قبول است؟ سوال به شما. نه، قبول نیست. ای قبوری است، این اصل دین ندارد، این عقیده ندارد، این جهادش این به چی فایده دارد؟ این قبوری به ما میگوییم که نماز قبوری قبول نیست. نماز پیش از جهاد میستد. یک نماز نخونی کافر است. کسی که یک نماز نخوند کافر است. نماز پیش از جهاد میستد. انا که سوال است که آدمی که قبر پرست است، نمازش قبول نیست، روزش قبول نیست. در دوام این باید گفته شود که آدمی که به عقیده قبوری هست، جهادش هم قبول نیست. اینا فراموش نکنید برادر عزیزم. بعضی ها فکر میکنن که همین یراق به دست گرفتند و خودشون لقب مجاهدی دادن حق هستند. والله تو عقیدت حق نباشه تو حق نیستی. یراق به دست گرفتن حقی را نشون نمیدهد. خوارج ها در زمان علی، در زمان معاویه رضی الله عنهما، بعد از اینها وقتی که به امت اسلام جنگیدند، خوارج ها جهاد نکردند؟ مگر همین کارشون جهاد گفته نکردند؟ مگر هزارها مردم جاهلی بیچاره نفهمیده پیروی از خوارجا کرده به دولت های اسلامی، به همون حکومت دولت اموی، به دولت عباسی، تا وقتی کفر شرک. خوارج ها البته وقتی که به دولت عباسی می جنگیدن به خاطر کفر شرک قرآن مخلوق گفتن نه، زیرا که عقیده خوارج خودش جهمی بود. از یک جانب اسما و صفات خوارج ها جهمی است. بالاخره خوارج ها شمشیر گرفتن، برداشتن، خودشون بهترین مجاهد اعلان کردن، الله اکبر گفتن، ما به خاطر قرآن و سنت می جنگیم گفتن. تا جای کار به جای رسید که حضرت علی رضی الله عنه را خنجر زدن، کشتند. در زمان صحابه این فتنه به وجود آمد. حضرت علی را کشت خوارج و گفت که اتقرب الى الله بقتل علی، من به کشتن علی خودم به الله نزدیک میکنم. گفت اینقدر گمراه شده بود، اینقدر به همون گمراهیش باوری داشت، اینقدر یقین داشت. و ما اینه چی میگیم؟ اینقدر شیطان گمراهی را به خوارج ها زینت داده بود که حضرت علی، این یکی از 4 یاری رسول الله
عشره مبشره از 6 ساله ایمان آورده همیشه در همراهی پیامبر بوده را قتل میکنه. بعد از این میگوید که الله این عبادت بزرگ من قبول کن، من این علی را کشته به واسطه علی تو به خود من نزدیک کردم. کشتن علی را بزرگترین عبادت میگه. عین اینه میگن که شیطان زینت داد گمراه کرد. بالاخره چی میشد؟ بالاخره چی میشد برادر عزیز؟ خوارج ضد حضرت علی رضی الله عنه اعلان جهاد کرده بود. اینم به نام جهاد بود. آیا جهاد خوارج حق بود؟ آیا تمام سلف صالح نگفتند که اینا باطل است؟ او پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که این خوارج ها اهل کفار میماند لیکن مسلمین میکشند؟ گفته جهاد اینها را رد کردند کو؟ جهاد خوارجی را رد کردند کو؟ مردم رافضه ها اعلان جهاد کردگی است در تاریخ، لیکن جهادش ضد اهل سنت و جماعت. یگان مراتبه به یهود، یگان مراتبه به نصاران اعلانش به اهل سنت و جماعت جنگیدن. علوی ها یا که بگم اینو قرامیته ها می آیند در وقت حج هجوم به خانه کعبه میکنند، هجوم به حاجی ها میکنند. در مینا و این طرف و اون طرف در گرد خانه کعبه هزارها حاجی را به قتل میرسانند. خانه کعبه را سنگشه، انمین حجر الاسود که امروز ما میریم و بوسه میکنیم از سنت پیامبر است، حجر الاسود میکنند، همراهشون 23 سال گرفته میرن. اینو هم جهاد گفته. امروز پور است کسانی که جهاد میگوید، اما ایده از یک طرف نال است. اما افسوس که بعضی مردم، بعضی از جوانها احساساتی که هستند، یک جاهل که هستند، دو از منهج اسلام و شریعت علم که ندارند، کلمه جهاد فقط نغز میبینند، کلمه جهاد نغز میبینند. اینها شاید دلگیر شده باشند، شاید بیزار شده باشند از این حالت زندگی، از این حالت وزنینی، شاید صبر کردن نتوانسته ایستاده باشند این به وزنینی، به مشقت این دینداری. از همین سبب دلگیر شده میخواهند که هر جایی که کلمه جهاد برآمده رفتن گیرند و ما را منافق میگن و ما را میگن که شما زنهای ریشدار و غیره و غیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن شما مطلق جهاد نگفتید. با بعض این جوان ها فرق ندارد که این جهاد گفته رفته کیه میکشد مهم نیست، رفته به خاطر چی میکشد مهم نیست، به کدام جماعت یکجا میشد مهم نیست، به این بنام مجاهد عقیده مهم نیست، از یک طرف غلو کردنش مهم نیست. همین غلو کردن هم غلو کردن در باب جهاد، جهاد رو از اصل دین پیش گرفتن، جهاد پیش از عقیده دانستن. هر کسی که توی جماعتت جهادت قبول کرد او را خوب گفتن اگرچه عقیدش باطل باشد. هر کسی که به تو نصیحت کرد خطاگی توی گفت اینا باطل گفتن و حکم قتل موندن اگرچه این حق باشد، همین غلو است. تکفیر کردن به خاطر جهاد تو را کسی نصیحت کرد، به خاطر اینکه در جهاد تو کسی گفت که برادرها بعضی روش های خطا دیده ایستادیم، گفته وقتی کسی نصیحت کرد یک بار اومده در این مسائل اختلافی تکفیر کردن، اینم آیا از منهج پیامبر است؟ آیا همین از منهج پیامبر است؟ به ما گفتند که ابو محمد مدنی جهاد فتنه گفته، ابو محمد مدنی جهاد انکار کرده. جهاد حق هیچ کس انکار نمیکنه. جهاد هیچ کس فتنه نمیگه، جهاد فتنه گفتگی کافر مرتد است. لیکن از نام جهاد هر کار کردن بعضی علما خیزند و خطاگی شما را گویند خسته یک بار این طالب علم علما را کافر گفتن. عاقبت چی است؟ عاقبت چی است؟ یک طالب علم یک بار حکم تکفیر موندن، حکم قتل موندن، عاقبت چی است؟ من به حیرانم. بعضی از جوانهای تاجیک که امروز از نامی انا همین مثلا جماعت اینها را قسم ایگیل میگن، قسم داعش میگن، خودشون دولت اسلامی میگن، از نام اینها بعض جوانهای تاجیک صحبت میکنند از درون تورمه های روسیه. والله من میترسم از درون تورمه روسیه بعض تاجیک بچه ها میبراید از نام همین جماعت صحبت میکند. من میترسم. ما یک چند وقت پیش به اینها
ضدیت کرده به این جوان بچه های تاجیک نصیحت کرده بودیم ای احمق ای جاهل تو خاموش شو. امروز با برآمدن آیا درست از درون ترمه روسیه برای ابو محمد مدنی را تکفیر کنی؟ از درون زندان، از درون حبسخانه ترمه روسیه، خودش اسیر در دست روس است، در درون حبسخانه روس است، میبراید میگد که ابو محمد مدنی کافر است، خائن است، جهاد این کار کرد، ایگل این کار کرد میگد. مایلش. لیکن به تو یک سوال همین است که تو بیچاره در زندان درونی ترمه روسیه هستی. یک، تو بیچاره زبان عربی را ندانی که کتاب خونی یک عالم گوش کنی. تو بیچاره اصلا علم نداری، گپ نمیفهمی، گپی که سیاست شرعی به پلیتیک شریعت به ربط دارد تو نمیفهمی، تو مصلحه مفسده نفهمی. و تو جوان تاجیک بیسوادی که در درون حبسخانه روس، در درون ترمه روس، زندان روس نشسته، تو به تو کی حق داد که تو برای علمای طالب علم تکفیر کنی؟ و دیگر جوانها از یک جانب جوانهای افغانستانی که از افغانستان هستند، دو سه جوانهای کودکی که دو سه جوانهایی که علم ندارند، بوی علم ندارند، خودشون در امریکا و در اروپا تکیه کرده گشتند، ما را طعنه اروپایی اینو اون میزنند یا امریکایی. اینها از نام این جماعت ها میبرد همه را تکفیر میکنند. بعضی برادرها در بین میبرند میگن که برادرهای عزیز خودی این جماعت به این چیز قطعی نیست. خودی جماعت اگر خودی جماعت قطعی نباشد برایت گوید که ما قطعی نیست. خودی جماعت قطعی نباشد برایت این احمقها، این جوغلا، این غلو کرده ها را، این تکفیری ها را که در اساس فقه تکفیر میکند اینا را دار. ما در مسئله اصول دین با معذرت یک دقیقه صبر بکنین استاد محترم. با عرض معذرت در مقابل همین سوالی که پیشتر ارائه کردین، در مقابل سوال شما یک نکته جواب میتم، نه خیر تکفیر نمیشوم. الله ایسا کرد. من میفهمم، الله برکتون تید. من درباره نمی کسی هر کسی که چنین ما یک دقیقه استاد محترم امین چیزا اینمی سوالتان جوابش به یک نقطه خلاصه کردم و اینمی چالش است. ما چالش میتونم برای امی کسایی که اینمو تکفیر را کردن به اساس یک خطایی که برادر الله شما را هیچ کند. من در اینجا از کتاب‌هایشان ثابت میکنم استاد، از کتاب‌هایشان ثابت میکنم که ببینید برادر عزیز، من به شما اختلاف ندارم، شما را قبول دارم. من میخواهم پیش یک فتنه را ما باید گیریم، من شما کسی نباشد، ما دو تا چیز باید پیدا کنیم. بیاتون برادر عزیزم، من ظاهر گپ زنم، همین جماعتی دوله به هیچ کس ظاهر گپ زدگی نیست، همه یا ترسیدگی است یا همه بردند و ترمه کردن، نابود کردن. مثلا بسیار علمای ما در ترمه است که برای همون گپ زدگی نیستن. بیت همون انسان ها به یک چیزی عمیق و دقیقی که شاید هیچ کس گفتگی نیست، شاید بعضی ها گفتن من نمیدونم، من نشنیدم، من میخوام به همین جماعت یک چیز رسونم. برادرها، ای اهل توحید، ای مسلمان ها، شما هم گوش کنید، همه گوش کنید. یک چیز همه این مسلمان ها باید قبول کند که منهج میکروفون ها را محکم کرد. میکروفون کدوم باز است؟ ببینید، ما یک چیز قبول کنیم که برادر عزیز، یک چیز ما باید قبول کنیم، هر یک جماعت قبول کند. ببینید یک چیزی که این منهج است. من حاضر درباره فقط این جماعتی، فقط این بنام کسایی که میگن داعش و ایگل دولت اسلام میگن، فقط اینا به نه، من تمام جماعت ها میگم. جماعت ها بسیار است، القاعده است، طالبان است، انصار الله تاجیک است، این جماعتی که حضور گفتیم است، در سوریه چندین جماعت ها است، خطشی است، نمیدونم این است اون است، جماعت پور است، بله خیلی زیاد است. و بسیار جماعت ها است که من نمیدونم، جماعت ها بسیار است که من خودم نمیدونم، من این مسئله به علم زیاد ندارم. در جماعت شناسی من والله در جماعت شناسی قدر علم زیاد ندارم، لیکن من یک چیز میگم، همین جماعت ها ما
برادرای مسلمانم، ای اهل توحید، ما باید یک عقیده داشته باشیم. یگان جماعت 100% حق است، یگان مراتبه خطا نمی کند، هر کاری کرده او حق. هر کسی که برآمده و جماعت به یگان کارش خطا میگوید یا وی به نصیحت میکند وی کافر میشد، گفتن گپ این غلو است. اگر همین عقیده در طالبان باشد، در القاعده باشد، در داعش باشد، در نمیدونم انصار الله باشد، در ختشه باشد، من نمیدونم غیبه باشد، کدام جماعتی که خودش جهادی نگوید، اگر همین عقیده را داشته باشد که او 100% حق است، یگان مراتب خطاگی نمی کند، هیچ کس حق نصیحت به اونها ندارد، هر کسی که اونها به نصیحت کرد خطاگی اونها را اثبات کرد، اونها به گفت که این کار شما درست نیست، گفت همون آدم کافر است، همون آدم مرتد است. هر جماعتی که انا همین عقیده را دارد، انا همین غلو کرده است، انا همین گمراهی است، انا همین اولین قدم به ضلالت است. فراموش نکنید. بعد از این دومین چیز، انا همین چیز سبب میشد که این جماعت کدوم جماعت نباشد، هر جماعتی که فکر عقیده را دارد، این جماعت در درونش پراکنده میشد، کشی میشد، همدیگریش میکشد، نابود میکند. برای چی؟ سوال برای چی؟ برای که یگان جماعت نیست مگرم این که در درون این جماعت اختلاف نظر وجود دارد. اصول دین به ما یک جاییم. ما ببینید حتی صحابگان چی میگیم؟ ما میگیم که ما ایمان آوردیم که صحابگان رسول اکرم در مسئله اصول دین اختلاف نداشتند. کسی بگوید که صحابگان رسول الله در مسئله اصول دین اختلاف داشتند، کافر است. این خیلی آدما کافر میشن. صحابگان در مسئله اصول دین همه اجماع داشتند، اما در مسئله فروع دین، در مسائل فروعات، در مسائل هایی که اجتهادی، در مسائل های استراتژی سیاسی، در بین صحابگان اختلاف بود. این هیچ باکی نداره. اختلاف درش ممکن است. کدام انسان میاد صحابه ها را تکفیر میکند که این صحابه وای صحابه را مثلا بیاد دلیل بیار، دلیل از صحابه بیار که اختلاف کردن بگوید. دلیل بهترین مرامت حضرت علی. ببینید در زمان حضرت علی، وقتی که حضرت علی خلیفه شدند، امیر المؤمنین شدند، یک عده چنان به حضرت علی غلو کرد که حضرت علی را اعوذ بالله حتی که اله گفت. بیچاره حضرت علی رضی الله عنه چقدر به مصیبت ها گرفتار شدند، چقدر ابتلاهای شدید به بالای سرشون آمد. صفین، جمال، خوارج و باز این یعنی رافضه های غلو کرده ها. حضرت علی به غلو کردند و یک چند صدها نفر، حتی بعض از علما 1000 نفر به میبرند. گفتند که ای علی، گفتند تو اله مایی. آشکار واضح در زمان صحابه، در زمان زنده بودن صحابه، حالی وفات پیامبر به 30 سال نشده، حالی وفات پیامبر به 2 دهه 3 دهه 30 سال نگذشته، آشکار گفته است که ای علی تو اله مایی. علی را اله گفت. حضرت علی گفتند که شما کافرید، مشرکید، جهلم هیچ هم عذر نیست، شما به 3 روز وقت توبه کنید. 3 روز وقت توبه کنید. وایها توبه نکرد. اکنون این مسئله جای نقطه اساسی دیگر جو، نقطه اساسی پلیتیکی سیاسی بمیبیم. من اکنون عقیدوی فهمیدید، جهل عذر نگفتند، رد کردند، شرک و کفر. یکی سیاسی پلیتیکی بمیبیم. حضرت علی سیاست چخل گرفتند. صحابه های دیگر از تابعین، از شاگرداشون و پیروانشون به امر کردند که خندق کوبید. خندق به زبان تاجیکی ما میگیم چکوری، یک زمین کلان کوفتن، یعنی چکوری کوفتن، چاه برین کوفتن، جای کلان زمین کوفته پستی به میفرید، خندق میگن. خندق کوفت گفتن، خندق کوفتن. بعد از این گفتن که آتش در گرونید. گفتن حضرت علی را ببینید، سیاست حضرت علی را میبینیم. بعد از این صحابه رو نظر میکنیم که حضرت علی به چه خیلی معامله کرد. آتش در گرونید گفتن حضرت علی. خندق کوفتن، چکوری را کوفتن، درونش کلان چکوری را کوفتن، هیزم جمع کردند، آتش در گروندن، علاب سخت کرد. همین مشرک شده ها را، همین کسانی که حضرت علی به غلو کردگی بود،
توبه نکردین خوب است. اینا را آوردند و درون آتش به پرت افتند و اینها را سوزانده کشتند. البته یک قول از قسم علما است که آتش کتی نسوزاندند بلکه دو خندق گفتند. دو خندق گفتند میگن. یک خندق به آتش کردن، خندق دوم به دود آتش در آورند به دود کشتند. لیکن مشهور و معروف همین که به آتش کشتند. مشهور از این دو قول مشهور همین است که حضرت علی گفتند به آتش این مشرک شده ها را درون آتش به انداخته کشتند. این سیاست است. نام این پلیتیکه یا سیاست میگید. یعنی انا همچنین غضبشون رو ضد مشرکین، ضد شرک، بدبینیشون رو ضد شرک مشرکین حضرت علی با همین درجه سنگین و سخت نشان داد. صحابگان به مانند عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس زنده بودند. آیا همین کار حضرت علی را درست گفتند یا خطا گفتند؟ گفتند که خطا کرد. حضرت علی خطا کرد. یک لحظه. الحمدلله. خطا کرد. حدیث روایت کرد. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا يعذب بالنار الا رب النار. با آتش هیچ کس یک چیز دیگر رو، یک مخلوق دیگر رو، نه فقط انسان رو، حتی مخلوق رو عذاب دادن به حق ندارد. با آتش آدم سوزاندن، به حیوان زنده به زنده سوزاندن به حق ندارد بجز گفتند رب آتش، بجز الله رب آتش. یعنی حضرت علی به گفتند که کار شما خطا است. حضرت علی گفتند که کار شما خطا است. مقصد من آوردنم این چی است؟ مقصد این دلیل آوردنم چی است؟ مقصدم این است که در زمان حضرت علی در یک کار خطا کردند. صحابگان گفتند که خطا کرد. حضرت علی نگفتند که شما هم کافرت، من خطا کرده بود. نه، حضرت علی به خودشان یک اجتهاد شخصی خود داشتند. یک علما میگن که این حدیث به حضرت علی نرسیده بود. این حدیث به حضرت علی نرسیده بود. حضرت علی یک اجتهاد شخصی خود کردند. حضرت علی نشان دادند که چقدر غضب به کفر شرک دارند. حضرت علی به این اجتهاد کردهشان یک ثواب گرفتند، لیکن خطا بود. انا این خیلی شد حادثه. یعنی حضرت علی را دیگه ثواب گفتن خطا کرد. امروز علما وقتی که همین واقعه حضرت علی را میگن که حق در جانب عبدالله ابن عباس و دیگر صحابگان بود که گفتند که حضرت علی به این کار شما درست نیست. اما در اساس اصول دین که عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر و دیگر صحابگان رضی الله عنهم، معاویه، مادرمان صدیقه بنت صدیق، عایشه، حضرت علی، اینها در مسئله اصول دین همه یک عقیده داشتن. اما در مسائل فروعات بینشون اختلاف شد. در مسائل فروعات هیچ کس تکفیر نکرد. حضرت علی نگفتند که با وجود این که حدیث صحیح حضرت علی میدونستند، با وجود این که حدیث صحیح حضرت علی میدونستند، در روایت امام مسلم اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که یک جماعت بیرون می شود حین فرقت بین المسلمین. یک جماعت بیرون می شود، اینها خوارج ها، غلو کرده ها از بین مسلمان ها بیرون شده، یک جماعت نو بیرون می شود. وقتی که گفتند دو فرقه از مسلمان ها بین همدیگر اختلاف میکند، در دوامش گفتند از همین دو فرقه که به همدیگر اختلاف کرده به همدیگر می جنگد، دو مسلمان ها حقش همین جماعت حق کسی هست که خوارج ها را میکشد. وقتی که حضرت علی به حضرت معاویه رضی الله عنه جنگ شد، اینجا یک فتنه به وجود آمد. البته یک حادثه شد، حضرت معاویه و علی رضی الله عنهم جنگ کردند. چقدر که پیامبر پیشتر گفته بودند، چقدر که پیامبر با واسطه وحی پیشگویی کرده بودند، در همین وقت دو مسلمان ها جنگ کردند. یعنی حضرت علی و حضرت معاویه جنگ کردند، دو مسلمان ها جنگ کرده ایستاده بودند. خوارج ها پیدا میشد از بین لشکران حضرت علی، خوارج ها پیدا میشد. در روایت 12000 نفر، در روایت 6000 نفر، در روایت 4000 نفر.
خواریج‌ها پیدا شد. پیامبر گفتند که خواریج‌ها گمراه است. اما دو این طایفه که به هم دیگر جنگ میکنند، مثلا علی و معاویه، اینها مسلمان هستند، حق هستند. هر دوش کافر نه، مسلمان هستند. یگان کس کافر نمی‌گفتند، لیکن حق از هم حق از همین دو جماعت، حضرت معاویه و علی، از هم حقش گفتند حضرت علی. چخیل پیامبر گفتند که از همین دو جماعت مسلمانی که با هم دیگر می‌جنگند در همین جنگ حقش همون کسی است که خوارج ها را میکشد. خوارج ها را کی کشت؟ حضرت علی کشت. حتی پیامبر گفتند که در نهاوراوان میکشد. یک خوارجی را کشته میشد که دستش گفتند مثل سینه زن است. حضرت علی بعد از خوارج ها را تارمار کردن و کشتن، صحابه را فرستادن، گفتند که نظر بکنید که همون شخصی که پیامبر گفته بودند که خوارج کسی که همون را بکشد همون حق است، در کشتنش اجر است، دستش مثل سینه زن کلان است، مشکش کوفتند، یافتند که در حقیقت حضرت علی، لشکری حضرت علی اون کشته است. حضرت علی گفتند که الحمدلله، یعنی حضرت علی حق بودند. مقصد من اکنون چی است؟ از این قصه صحابه ها را نقل کردن مقصد من چی است؟ مقصد من این است که برادران عزیز، حضرت علی حق بودند، لیکن از جانب دیگر صحابه های اجتهاد کردند به حضرت علی، در اجتهاد مخالفت کردند. برای همین معاویه رو میگن که اجتهاد کردند، به اجتهادشون یک اجر گرفتند، یک ثواب گرفتند، لیکن در این باب حضرت علی حق بودند. نگفتند که حضرت علی و دیگر هیچ کس نگفت که معاویه و جماعت معاویه مخالفت به علی کرد، اینها کافر شدن. گفتن گپ بجز رافضه هیچ کس نگفت، زیرا که مسئله فروعاتی بود. در مسئله فروعاتی، در مسئله اجتهادی، در مسئله مصلحه و مفسده، وقتی که بین مسلمان ها اختلاف میشد، تکفیر وجود نداره، تکفیر وجود نداره. اما رافضه ها، البته رافضه ها تکفیر کردند. رافضه اومدند و حضرت معاویه را تکفیر کردند. دیگر همه اهل سنت تکفیر کردند که شما ضد حضرت علی جنگیدید، اهل سنت معاویه رو مسلمان میگه، ضد حضرت علی است. بله، رافضه ها در اینجا غلو در تکفیر کردند، به خاطر فروعات تکفیر کردند. مقصد از این سخن ها همین است که برادر عزیزم، کسایی که جماعت بهید، کدوم جماعت به نباشید، کدوم جماعت به نباشید، جماعت پرست نشوید. این جماعت شما خواهید نخواهید، یک روز نه یک روز یک خطا کردنش ممکن است، به خبر یک خطا کردنش ممکن است. خطای اصول عقیدوی نکند، هم خطای فروعاتی کردنش ممکن است. یک عالم خسته نصیحت کند، یک بار تکفیر و این اون نکنید، خطاگی کردنش ممکن است. امروز بسیار جماعت ها رو ببینید در اصول خطاگی دارند. مشرک مسلمان گفته خودش مجاهد گفته میگرد. ما میگیم که همون کسی مجاهد است که عقیدهش در اساس پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. خیر، من بسیار صحبت کردم، در روز سوری با مریض هستم، خودم خسته شدم، شما را هم خسته نکنم. لیکن من دلیل هایی که گشته و برگشته آورده سودم به خاطر این است که بالاخره فهمید که الولا و البرا در اساس قرآن است. یعنی شما قرآن و سنت و فهم صحابه بشده براعت میکنید، قرآن و سنت بشده براعت میکنید، قرآن و سنت بشده موالات میکنید. جماعت بشده نه، جماعت بشده نه، قرآن و سنت بشده. هر جماعتی که در اساس قرآن و سنت است در یک مسئله، بله، قرآن و سنت به که وقتی که موالات کرده این جماعت به موالات میکنه. اما وقتی که خطا است فقط قرآن و سنت که براعت، به خاطر قرآن و سنت موالات و براعت میکنه. اما امروز کسانی میبرایند و در مسئله یک اختلافی، در یک مسئله فروعاتی موالات به جماعتشون میکنند، موالات به جماعتشون کرده از ما براعت کرده، ما را تکفیر میکنند در اساس قرآن و سنت نه، در اساس جماعت. برای که این سخنی که من گفتگی هستم همه علما گفتگی هستم. اگر شما گفت که نه همه علما گفتگی نیستن، خیر مالش، بسیاری از علما گفتگی هستن. ما اینجا با مصلحه و مفسده دویم مسئله داریم که این کاری کرده
غیر از مفسده، غیر از ضرر دیگر چیز نیست. ما دیده السلام شدیم. علیکم و رحمت الله. برای همین برادرهای من به برادرهای مسلمانم میگم، هم به افغانستان، هم به تاجیکستان، هم به نمیدونم بعضی ها، من فقط افغانستان تاجیکستان فارسی زبان گم مرا ملیگرا گفتن، هم به هندستان هم اکن میگیم، هم به هندستان هم من مراجعت میکنم که ای اهل هندستان، ای پاکستانی ها غلو نکنید. من مجبور کردید که من میخوام صحبت کنم. میگه که تو تاجیک نگو، تو تاجیک گوی ملیگرای، تو ملتگرا هستی. آخر مخاطب من فارس باشد، مخاطب من تاجیک باشد، من هندستانی گفته گپ زنم؟ عقل دارید شما؟ نام من ملیگرا موندند و تکفیر کرده. بالاخره ای برادرهایی که فارسی زبان است، ای برادرهایی که هندستانی است، ای برادرهایی که من نمیدونم مسلمانی قرقیزی و منگولی است، یا که نمیدونم پاکستانی و هندستانی هستید، نصیحت ما همین است که هر کاری که میکنید در اساس قرآن و سنت کنید. چنگ به قرآن و سنت زنید. غلو نکنید. غلو نکنید. انا مقیقم. غلو محترم نکنید. جزاک الله خیرا. صدایتان شنیدیم. امی دو مسئله که بیشتر اشاره کرده بودم، در این موردم بیشتر خسته ایتان نمی سازیم. در این موردم یک اشاره داشته باشین ان بله شاء من یادم الله بحث. بله برادر، دیگه. مسئله که در همین موضوع ده ها بار گفتم که ما مسئله هجوم گفتیم، در گرد اطراف این دیگر مسئله ها هست، همین قش کافی است. انسانی که عقل دارد، انسانی که سیاست شرعی دارد، انسانی که کودک نیست، انسانی که چوجه نیست میفهمد. هی برادر، ما سیاست شرعی داریم، ما مصلحه مفسده داریم. انسان خودش آهسته برده دست گرگ به نمیتید. شما از من چی میخواید؟ از من چی میخواید؟ من چیزی که آدم عقل دار به هست گفته است. ما گفتیم که مثلا در این باب نمیقه گپ است. این خیلی نیست که چهار پنج جاهل احمق پای باشد، بی عقل باشد، عقلش کار نکند، من نوکتی گپ زده 100 ساعت 200 ساعت 50 خیلی تکرار به تکرار کنم. نه این خیلی نیست اسلام. باید فهمت. میفهم دیگه آدم. علما و طالب علم به اشاره میفهم، به اشاره میفهم. یکی از سوال ها. دویمش مسئله عبدالعزیز طرایفی بود. بله من عبدالعزیز طرایفی رو حفظه الله گفتم، فوک اسره گفتم، تو به حضور میگویم. سبب چیست؟ آیا کفر این آدم دیدیم؟ ما گفتیم که نه، این کفرش هیچ گپ نه، کفر این به عذر میتیم. ما یا مسخره گفتیم؟ نه نگفتیم. ما بسیار چیزی که از این انسان نقل شدگی است گفتگو کردیم، دیدیم که برعکس دیگر سخنهای این انسان وجود دارد. مثلا یکی از مردم، یک جماعت که خیتشه بود، نمیدونم کدومی بود، برآمد از نام شیخ عبدالعزیز طرایفی در دفاع اردوغان یک مقاله را منتشر کرد که گویا که عبدالعزیز طرایفی اردوغان مسلمان گفته نباشند و بهترین گفته باشند، این باشند اون باشند. ما کتاب‌های این انسان دیدیم. ما عبدالعزیز طرایفی یک درس دارد، درسش نام درسش لیبرالیه. همین درس بشده عبدالعزیز طرایفی را برده محکم کردن. به خاطر چی عبدالعزیز طرایفی را برده ترمه کردن؟ به خاطر همین اساسی همین درس. در همین درس بسیار شبهه هایی که تهمت هایی که به بالای شیخ است همیش به جواب هست. عبدالعزیز طرایفی در همینجا بیان میکند که همه حکومت هایی که به حکم غیر الله حکم میکند حاکمش کافر است. میگه آشکار و واضح. انتخابات یک چیزی فساد زده، یک چیزی که باطل است و یک چیزی که هیچ به امت فایده ندارد میگه. و این مخالفت به شریعت دارد میگه. در درون دست لیبرالیش این انتخابات این کار میکند که آشکار واضح میگه که مسلمان و فاجر در انتخابات برابر نیستن. میگه ها این سخن شیخ ما چیکار کنیم؟ این هوا بپرتیم؟ هم میگن که ما ندیدیم. ها شما ندیده باشه کووید یا بد، من وظیفه دار نیستم که من گفته هر یک شیخ ما یافته دادن گرفتم، من موافق ندارم. شما کووید یا بد. بعضی آدم به تکفیر کردن آسان است، تکفیر کردن میگن. نه ما دیدیم. من درس شیخ عبدالعزیز طرایفی درساشو گوش کردم، کتاباشو خوندگیم. بعضی ها میگن که عبدالعزیز طرایفی عذری است. احمق نامعقول کرده است. عبدالعزیز طرایفی هم در یوتیوب صداش است،
هم در کتاب نواقض الاسلامش است. من کتاب نواقض الاسلامش ترجمه کرده هستم به کریلی، فارسی، تاجیکی. جهل عذر نیست میگه، لیکن خیلی یک به منطق صحبت میکرد. یعنی عبدالعزیز طرفی یه دو تا از دو سبب عبدالعزیز طرفی رو بسیاری ها نمیفهمند. جاهل ها، بسیار جاهل ها عبدالعزیز طرفی رو از دو سبب نمیفهمند. عبدالعزیز طرفی خیلی زود گپ میزند. بعد از این عبدالعزیز طرفی خیلی هم علمانه گپ میزند که این سخن علمی عبدالعزیز طرفی جاهلان نمیفهمند. من یک سخن 50 مراتبه آشکار کرده، اوی انا این خیل گم از زیدی من میفهمد. من تکفیر کرده چور جاهل گپی من بر علیه خودی من میفهمد. انا همین 43 دقیقه گپی زدگیم به من دفاع کردنی باشم روسیه را، من گریه کردنی باشم روس به، من حکومت تاجیکستانی باشم، من حکومت پوتینی باشم، من اروپایی و من امریکایی باشم، من ملتگرا باشم، من خیر سخنی من خیلی برداشت کردی است. حالا که سخنی من واضح است. بعضی میگن که برای که تو صدات کمتر بیزه بود به مانند گریه. نه، من مریض است. من همون روزم مریض بودم، تا حاضر مریض هستم. همین حاضرم آواز من، صدای من خوب نیست. بارک الله بله. فیکم. اکنون عبدالعزیز طرفی 14 دقیقه در مسئله این که جهل عذر نیست گپ میزنه. اسم باید داده شود، لیکن در مسئله حکم خون یک آدم کافر گویم خونش ریزوندن حرام است. یک بار میگه حکم خون، این مسئله امیر و قاضی و یک حاکم به باز میگردن. میگه در مسئله عذر المشرک کتاب نواقض الاسلام به من لم یکفر المشرکین او شک فی کون اصحاب مذهبم گپ میزنه. تفصیلات اهل سنت میگه، یگون خیلی مخالفت کردگی نیست. در مسئله حکم کردن به حکم غیر منزل الله حکومت میکنه، صحبت میکنه. لیکن عبدالعزیز طرفی، سخن عبدالعزیز طرفی بیچاره را بسیاری خطا فهمیدن. در باب مصر وقتی که گپ میزند، درباره مصر گپ میزند، درباره مصر وقتی که گپ میزند، انا همونجا عبدالعزیز طرفی سخنشون ظاهرا البته خطا میبراید، لیکن مقصد عبدالعزیز طرفی کفر شرک اجازه دادن نبود. انتخاباتی که در زمان مرسی میشد، ها سال 2011 بود یا 12 بود، وقتی که اخوانی ها تظاهرات کردند. بله استاد صدای من دارین؟ بیاد همین مسئله به جواب بگم، بعد از این صحبت بکنیم. من جواب من نگفته توی اومده سخن بریدن میگیرید. صبر بکن آخه. ما چرا عبدالعزیز طرفی را مسلمان گفتیم؟ نفهمیده تکفیر کردن میگیرید نزدیک. عبدالعزیز طرفی همون مسئله مصر به اخوانی ها وقتی که حکومت گرفتن صحبت میکنه. با مردم مصر میگه که از این کسانی که میگه خودش انتخابات بموندگی است، مثلا 6-7 نفر موندگی است، از درونش میگه همیشه آدمای رسوا است میگه. لیکن نمی یک تا آدم خوبتر است میگه. او نمیگه که همین یک آدم شما گیرید حکم من بر راضی شوید، قانونی من بر آورده بر راضی شوید. میگه که نه، از همین 5-6 نفر همیش بد است میگه، همیش دشمنی الله و رسول است میگه. لیکن این یک نفرش کافر باشدم اقلا دشمنی با الله و رسول نمیگه. همین گپ نیست. همین بعضی ها میگرن میگن که انا خوب نه، این یک فکرش درباره منو گفت. چله که درباره کفار هم میگه که همه کفار اینو کفار است، لیکن یک قسمی از کفار مثلا دشمنی به مسلمانان ندارد. گفتم ممکن است یا نیست؟ ممکن است. مثلا میگه که مثلا همه کفار یک ملت است، همیشه کفار است، لیکن یک قسمی از کفار اگر باشه دوگت کنید، کفار از دیگر کفار مثلا سبکتر است، زیرا که موقتی نمی جنگد. گفتم ممکن است. ولی این در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نجاشی گفتن که کافر است لیکن ظالم نیست. گفتن بالاخره انا همچنین صحبت کردن، لیکن صحبت عبدالعزیز طرفی را خطا فهمیدن. و عبدالعزیز طرفی در حقیقت درباره جماعت یعنی این جماعتی که امروز ما تکفیر کرده است، کتاب نوشته است، فقط تهمت 42 صفحه تهمت کرده است. من شب خوندم، کدام جاهل نیست است که نمیفهمد که چی میگه. بله. عبدالعزیز طرفی حفظه الله هم درباره همین جماعت صحبت کرده است، نصیحت کرده است. یک نصیحت کرده است. نصیحتش مسئله اصول دین به نه. اصول دین به عبدالعزیز طرفی گفتگی نیست که شما اصول دین به خطای شما کفریت گفتگی نه. عبدالعزیز طرفی فروعات به نصیحت کرده است. همین بین کفر گفتن این درست نیست. فروعات به یک عالم
اجتهاد کردنش ممکن است، خطا کردنش ممکن است، دیگر خیلی نظر کردنش ممکن است. خارج انده و شما داخل انده و خارج انده مردم دیگر خیلی دیدنش ممکن است. ضررهای کار شما، فایده های کار شما را شما شاید نبینید و دیدنش ممکن است. و یک نصیحت کرد، همین نصیحتش به کفر میشد؟ نه، همین خگاب. والله اعلم. بله گاو زنید. بله استاد صدای من میشنوید؟ بله استاد بخیر باز معذرت، امو کلیپ صوتی که شما 41 دقیقه در مورد تقویه موضوع مسکو گپ زده بودین، موضوعات صریح از اون وطنیت مثلا شما دفاع کردین، موضوع قومیت بوده و نه این جهالت است. این عالی تهمت از خودت است. این تهمت از خود تو، از یک توی جاهل احمق است. من وطنیت دفاع نکردم. ای جاهل، استاد جان، استاد ای احمق، من استاد نگو، من استاد نگو ای احمق. تو وقتی که حالا من می اویو اما وطنیت دفاع کردی میگه ای جاهل، ای جاهل احمق. او تو من صریح میگوی گپای وقتی تو واضح بس کو آشکار است. تو شما جاهل ایشو میگه کلمه مرا فهمیدی؟ نشنویده، نه، ای تو جاهل ای احمق جاهل میگی، تو احمق، توهین میکنی. ای جاهل احمق، ای غلط تکفیری، ای غلط تکفیری، ای جاهل احمق. این به نظری تو من وطنیت کردم؟ من نگفتم. من آینده مسلمان های تاجیک، آینده جوان های تاجیک به گپ زدم. من خطری نو به گپ زدم. اولین کسی از طالب علمان، اولین طالب علم تاجیک من بودم از درون تاجیکایی که البته برادرها زیاد بودن لیکن زابس کرده در حالت سختترینم، در حالت وزنینترینم. این حکومت کفر، این حکومتش کافری است، رئیسش مرتد است، قومگرایی، این طاغوت پرستی است، ملتگرایی طاغوت پرستی است، وطنگرایی طاغوت پرستی است، پرچمگرایی طاغوت پرستی است. گفتگی من هستم. درسای من در مسئله کفر بی طاغوت وجود دارد. تو میای من متهم به ملتگرایی، قومگرایی، وطنگرایی میکنی؟ ای جاهلی احمق. من برای چی فقط درباره توجیه گپ زدم؟ در همون کتاب این جاهل تکفیری های این غلات نوشته است که ابو محمد وطنگرا یا ملتگرا گفته است. فقط توجیک 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 گفته گام میزنه. اولا من توجیک مسلمان گفته گام میزنم. ای جاهل احمق ها، تو بی من، ای جوان های توجیک مسلمان، اگر در درون صحبتم بعضی وقت مسلمان نگم فقط توجیک گویم، لیکن گشته با میگویم که ای جوان های مسلمان توجیک گفته گام میزنم. یک. ثانیا این حادثه شدگی به سر توجیکا شد. این حادثه که شد به سر توجیکا شد. من چی گفته گپ زنم؟ ای مردم هندوستان گفته گپ زنم؟ حادثه به بالای سر توجیک است. پرابلم به بالای سر جوانهای مسلمان توجیکستان است. من این جنده هندوستانی ها به گپ زنم؟ ای احمق جاهل، ای تکفیری غلط، من کی گفته گپ زنم؟ من جوانهای توجیک اند که پرابلم شد. جوانهای توجیک که در حالت پرابلم هست، نفهمیده جاهلانه هر کس استفاده برده ایستاده است. من این جوان ها خطاب کردم. من بار دیگر این جوان ها به خطاب میکنم، هر روز میکنم. تو بیغیزی کن، به غیزتون ببینید. شما کی هستید که من میکنید؟ اینها این چهار جاهل، چهار منقه، چهار پای آمده است من میگوید که تو حق نداری که میگه تو درباره جوانای توجیه گپ زنی. در همون کتابش هم نوشته است که تو گفتی که جوانهای مسلمان تاجیک خار هستند، زار هستند، جوانهای مسلمان تاجیک در مشکلی گرفتار هستند، سرشون پست است. اکید در همین کتاب گفته است سخنی منه. بعد از این گفته است که این سخنی تو باطل است. گفته است همون کسی که از نام داعش من برات زده است گفته است که این سخنی تو باطل است. جوانهای تاجیک سربلندند، عزتمندند، جوانهای تاجیک بهترینند، لیکن تو مدنی، تو خودت یک دشنام و حقارت و منافق زندیق تو سرپست میگه. ای مردم تاجیک، ای مسلمان های تاجیک، بیاد من مسلمان تاجیک گم. اویا ای موحدین تاجیک، ای موحدین تاجیکستان، اویا همین سخن درست است که شما سربلند و عزیز هستید. در کجا باشد سخنی حق گفته؟ به حکم قرآن و سنت شما زندگی کرده ایستادید. او همین خیلی است. من احمق جاهل، من یا من دیوانه هستم که ندیده ایستادم. شما در کجا هستید جوانهای تاجیک سربلندی مسلمان موحد عزتمندی که هزارها نفر شما در تاجیکستان بوده اید، در روسیه بوده اید، موحدانه در زیر حکم قرآن و سنت زندگی کرده ایستاده بوده اید. ما کافرها در امریکا زندگی کرده ایستاده بودیم، در اروپا زندگی کرده، در اوکراین زندگی کرده. شما همین خیلی ما بیخبریم. ما ندیدیم تاجیکی مسلمانی تاجیکستانی که سربلند در روسیه گشتگی باشد، ریشش مونده نمیتواند، ریشش در تاجیکستان موحد مونده نمیتواند.
زن مسلمان نقاب پوشیده نمیتواند. زن مسلمان گفته تجاوز میکنند، فلان و پسمدان میکنند، هیچی گفته نمیتوانیم. من یک آدمی پست بودم، سرم زیر پا بود است که من کافر و احمق باشم. این دیگر مسلمان های تاجیکی موحد کنی سربلندو در تاجیکستان نقاب پوشیده نمیموند. تا 18 سال مسجد بند است، توحید گفته نمیشود. هزارها جوان موحد تاجیکستان سربلند و عزیز هستند. اینها هم در روسیه و هم در تاجیکستان ماشاءالله تبارک الله در زیر حکم قرآن و سنت زندگی میکردند. من احمق کافر بودم و در امریکا و در اروپا زندگی میکردم. ای انسان، ای جاهل، ای سرزده، سری تو زدگی است. تو هم کسی که کتاب نوشته هستی. تو اگر دیوانه نباشی، مجنون نباشی، تو سر زده نباشد، تو را جین نزده باشد، و چشمت کشو یک بار بین. موحد ریش مونده نمیتواند. همین ریش از همه کاری عادی ساده در روسیه، تاجیکایی که برادرای موحد در روسیه هست دوزیر. چند طالب علم تاجیک داشتیم در همون روسیه که اگرچه برآمده خودشون ظاهر نمیکردند، لیکن کم کمی طرفداری کرده می ایستادند. انمی روز ترسیده ایستادند که به خاطر همین حادثه ها گپ کپ است که اینو برده محکم میکند. یک آدم نه مسلمان ها نه کافر ها، هیچ کس جوانی مسلمان تاجیک نه زنش نه مردش در روسیه نپرسیده ایستاده است. در تاجیکستان هم نپرسیده است. من این مردم به وظیفه دار هستم که همچون یک طالب علم این مردم، همچون یک مردی که از همین قوم هستم، البته به این مردم خطاب کنم، گپ زنم. من گویم که جوان ها ساده نشوید، احمق نشوید، جاهل نشوید. همون بچه که قپیدن شما میگوید که او برادر ما بود، میگید. یک بچه که قپیدن داعش میگد که این آدم ما بود، ماشاءالله تبارک الله آدم ما بود. آدم شما باشد میگوید که به من 500,000 روبل مثلا وعده کردن، 250 گرفتم، 500 نگرفتم. شما میگید که بله این گپ کافرها به او یاد داده است. سوال دوم، اینا برادر شما باشند، جنگ ببینید همون کشتاری که همون کشتاری که در همون مرکزی در مسکو شد، ساعت 8 شب شد. بله 8 شب شد. من انالیتیکو سنجش نیستم. همون آدمای انالیتیک گفته شده است و این خودی بسیار مسلمان ها گفته شده است. و این یک سوال است، سوال عجایب است. ببینید ساعت 8 شب یا 8 نیم شب، از 8 تا 8 نیم شب مثلا اگر گوییم شبانه در سرشوی شب در مسکو جنگ سر میشه. یعنی همون چور به نام انسان ها می درآیند، آدم کشی را سر میکنند. 18 منوت 15 منوت 11 منوت من نمیدونم چند منوت جنگ میکنن، میبرن میرن. همینجا تاریک، همینجا تاریکی است یا نیست؟ شب است یا نیست؟ بله شب است. بعد از 4 ساعت این حادثه تاجیک، همین 4 تاجیکی بیچاره که قبضگی هستن که همین بعد از چند ساعت قبل، بعد از 4 ساعت قبل، بعد از 4 ساعت، بعد از 8 نیم 4 ساعت مونید 9 نیم 10 نیم 11 نیم 12 نیم شب میشه. انا 12 شب یعنی بعد از 4 ساعت این 4 تاجیک قپیدن. به گفتی داعشی ها این لشکری امنا رو قپیدن، لیکن روزانه است. این انسان ما عقل داریم که ما دیوانه نیستیم که روز همین ویدیو رو ببینید. ویدیویی که تاجیک قپیده گوشش میبرن، از درخت زده فروورده گوشش میبرن. همین ویدیو رو ببینید. تاجیکی که دوزانی نشونانده، نومش فریدون بوده، بله یا چی بود، شمسیدین بود، فریدون بود، نومش چی میگن، دوزانی نشوندن. او گفت که من 500,000 روبل مثلا پول مولو اینو اون گپو زد. همین وقت هم ده، همین روز است، همین ویدیو یا شب است. همین یک بار من به جواب دادم تاجیکو مسلمان ها، ای برادرهای مسلمان افغانستان، شما من همین ویدیو ببینید و گویید که شب است یا روز است. روز است. روزانه این 4 تاجیک میقپن، روزانه میقپن. لیکن این زد و خوب شبانه شده است. این حادثه شبانه شده است. ساعت 8 شب شبانه پجر میشد، آدم کشی 8 شب میشد. بعد از 3 ساعت، بعد از 4 ساعت که اینا ماشین های کرده به طرف بلاروس رفتن،
بعد از 400 کیلومتر میقپن، بعد از 4 ساعت میقپن. بله ساعت 11 نیم شب، ساعت 12 شب قپیدگی، ساعت 12 شب روز. ما چخل باور کنیم؟ آخر ما دیوانه نیستیم، مجنون نیستیم که هر گپ برآمده هر کس گوید آدمی ما بود گوید ما قبول کردن گیریم. من نه، دیگر آدمایی که انالیتیک هستن ویدیو که یک بار خودتون نظر کنید، خودتون نظر کنید که اینجا چی بازی رفته ایستاده است، اینجا چی من نمیدونم مشکلی رفته ایستاده است. من اینجا فقط سوال دادم به حق دارم، من اینجا هیچ گفته نمیتونم، من انالیتیک نیستم، لیکن من یک انسان، همچون یک انسان عاقل، همچون یک انسانی که عقل دارم به شما سوال میتونم که آیا همین ممکن است که این آدم کشی، این زد و خورد ساعت 8 شب شبانه تاریکی شود؟ بعد از 4 ساعت این 4 تاجیک قپر روزانه قپر ساعت 11 شب روز میشد است. نه، ما دیگه کل فکر داریم. این چیز خود روز ساخت. این چیز، این حادثه غیر از فایده بر روس، غیر از فایده بر روس یا به دیگر حکومت‌های دیکتاتوری به مانند تاجیکستان و دیگر و دیگر هیچ کس به فایده نیست. این فایده نیست. این فایده نه برادر عزیزم. تو از نظر قرآن و سنت یک بار فکر کن. ای مسلمان تاجیک و افغان و هندوستان، ای یمنی، ای مسلمان یمنی، فکر کن یک بار. با ملتگران نگوید نه یمن و عرب و عجم هم در آورد. ای کشمیری، یک بار فکر کن که اگر یک کار جایز باشد هم انا همون کار جایز بوده به تو ضرر آورد، تمام مسلمان ها را ضرر آورد، این کار کردن جایز نیست. یعنی باز میگردیم به مصلحه و مفسده. علما یک دسته به اجماع گفتن که یک کاری که شما میکنید از نظر شریعت جایز باشد، لیکن شما همین کار کنید و بعد از این کاری کرده شما مسلمان ها به ضرر بیاید، این کاری کرده شما درست نیست، از نظر شریعت حرام میشد. همون موقتا همون وقت به. برای چی؟ برای که به مسلمان ضرر آمد. یا که شما ای افغان هایی که امروز من تکفیر کرده ایستادید به نام داعش، یا که شما دیگر آدم ها را مسلمان حساب نمیکنید، یا که شما مسلمان های تاجیکستان که در روسیه هستند، ازبکستان ازبک هایی که در روسیه هستند، قرغیز مسلمان هایی که، ازبک مسلمان هایی که، قزاق مسلمانی که، پاکستان مسلمان و هندوستان مسلمانی که در روسیه هست، یا که غم اونها شما اصلا نمیخرید برای اون که اونها کافر هستند. چی؟ برای چی خیر کردید؟ شما یک کار کنید اگر جایز باشد، اگر گفتیم که جایز باشد، شما غمی فقط 4 تا خودتون رو نخورید، غمی 4 تا بنام همین گروه خودتون رو نخورید. شما وظیفه دارید که تمام امت فکر کنید، تمام مسلمان ها فکر کنید. زن مسلمان تاجیک حجاب پوش موحده که در روسیه هست، برادر مسلمان موحد تاجیکی مسلمان موحده که در روسیه است، طالب علم علمایی که در روسیه است، دیگر از ازبک است، افغان است، نمیدونم تاجیک است، یا که هندوستانی است و کشمیری است و عرب است، مسلمانی که در همونجا موحد است و کار فعالیت و زندگی کرده شده است، همونا کافر هستند یا مسلمان هستند؟ سوال به شما، کافر هستند یا مسلمان هستند؟ ما میگوییم که اهل سنت و جماعت اینا مسلمان است. اگر شما گویید که بله اینها مسلمان هستند، چرا شما یک کار کنید مصلحه و مفسده این مسلمان ها را فکر نمیکنید؟ چرا ضرر و فایده این مسلمان ها را فکر نمیکنید؟ چرا فکر نمیکنید که بعد از این چند خواهر مسلمانی تو را برده، قپیده، تجاوز میکند، تورمه میکند، بدنش به دست میزند، حجابش میکشد، کارت میزند؟ چرا فکر نمیکنید که دیگر برادرای مسلمان شما را خورزور میکنند؟ شما اگر گویید که اینا همش فاسق است، هجرت نکرد، بله اگر فاسق گویی، فاسق گفته کافر بگوید یا مسلمان، با مسلمان است. اگر تو فاسق گویی این مسلمان است، حق ندارد، یگان جماعت حق ندارد که اگر این مردم مسلمان گوید، مسلمانی که در امریکا است، مسلمانی که در اروپا است، مسلمانی که در نمیدونم در افغانستان است، مسلمانی که در پاکستان و هندوستان و یمن است، مسلمان موحده که در روسیه است، وقتی که یک کار میکند اگر مسلمان یگان بار فکر نکند، اگر فایده و ضرر فکر نکرده کنه، خطا کرد. تو باید همیشه مسلمان در یادت داشته باشی. یا استاد محترم به طور مثال
استاد محترم ببخشین با عرض معذرت، به طور مثال اگر مسئلات مفسده را در نظر بگیریم، اصلا به معنای از این است که اصلا به این کشورهایی که بر علیه ما تجاوز میکنه یعنی اصلا حمله نکنیم، این معنا را میته؟ نه این معنا را نمیتد. این ببینید من در حیرت میمونم که برادرهای ما از افغانستان، فقط از افغانستان و بعضی از برادرهای تاجیک ما به درجه به احساسات داخل شدگی هستند که همه سخن به برزید میفهمند. برزید میفهمند. نه، حملات قاعده خودش دارد، روش خودش دارد، مصلحه و مفسده خودش دارد. تو وقتی که از دستت هیچی نمی آید، تو وقتی که مسلمان دفاع کرده نمی توانی، فقط میری و یک ترکشه میکنی، بعد از این می درایی تکیه کرده در درونی جای امن خودت زندگی میکنی، هزار مسلمان نابود میکند، هزار مسلمان از درس توحید دور میکند، 10 سال و 5 سال با مسلمانی را برای نابود کردن سبب میشد. ما میگیم که انا این کار تو احمقانه و انا این کار تو در اساس مصلحه نیست. انا اینو گفتید. فهمیدید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به خودشون منهج داشتن، به خودشون روش داشتن. پیامبر به خیبر دیگر معامله کردن، به فتح مکه دیگر معامله کردن. پیامبر در جنگ بدر دیگر معامله کردن، در احد دیگر معامله کردن. دفاع، هجوم، قصاص حالت خود دارد. بعضی‌ها میگن که این قصاص بود، بعضی‌ها میگن که ابو محمد خطا کرد این قصاص بود. ای انسان، ای عقل دار، قصاص رو در حالت قدرت و قوت میگیری. هر تو رفتی گفتی که زنای بچه کودکای ما را روسا کشته بود، ما هم کشتیم، گفتی و کشتی. اوایها خستند 10 برابر دیگر زیادتر کشتن. چی میشه؟ از نظر شریعت چی میشه؟ قدرت. چرا سلفی صالح در همه مسئله قدرت توانایی یک مسئله، دوم مسئله مصلحه مفسده گفت. یک جماعت حق که در منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، این جماعت حق همیشه باید مسلمان های تمام دنیا فکر کنند. لیکن افسوس که بعضی ها، ما تا جایی که دیدیم، بعض این چوجه ها، بعض این جوان های کودکی که ما را تکفیر میکنند، اینها مصلحه مفسده مسلمان ها را بالش به توف کرده است. اینها علما را هم توف کرده است. به من یک چند این جوان هایی که از افغانستان است گفت که همین 2-3 روزه میگوید که پیشتر هم گفته بود، همین جوان های افغانی که خودشون به داعش نسبت میدن به من نوشتن و گفتن که ما این منافقینی که در روسیه زندگی میکنن، در امریکا زندگی میکنن، این علمایی که در پاکستان و در هندستان و در تاجیکستان و در اروپا و در روسیه زندگی میکنند و خودشون اهل سنت میگن، ما اینها را منافق میشماریم. اینها خائن هستند. همین کافر نگفتو، لیکن ظاهر کافر نگفت دیگه، همین گپا گفته شده است. همین گپا گفته شده است. پیش راهی اینا کی میگیرد؟ پیش راهی اینا کی میگیرد؟ پیش راهی جاهل. اگر داعش همین کار نکند برای اینا پیش گیرد. نه اگر این باشد این باطل است. ما اهل سنت و الجماعت عقیده داریم که هر کسی که نماز میخواند، خود در روسیه باشد، خود در امریکا باشد، خود در سعودی باشد، خود در هندستان باشد، خود در افغانستان باشد، خود در تاجیکستان و ازبکستان باشد، در تمام عالم، ما از او کفر اکبر شرک اکبر ندیدیم. ظاهرا و مسلمان بگیم. یک، ما و ظاهرا مسلمان بگیم. چی رسد اونی موحدین در اروپا هم، در امریکا هم، در روسیه هم، در تاجیکستان و در سعودی و در مصر، نمیدونم در افغانستان و در پاکستان، در همه جای روی دنیا، در ایران هم موحدین هست. حالی فقط مسلمان ظاهرین موحدین است. انا کنون مدنی تاجیکی تو گوش بگی گپ ما هم گوش نمیگیری و عقبه با بیجا گپ هم میزنی. اگر ما چند سخن داریم، امیر یک اجازه شنیدن نشه خوبتی جاهل و توهین و فلان گفته رفتی. ببین جاهل، من اجازه سخن میتیم به تحقیر، به طعنه. حاضر تاجیکی ازبکی گفتی، من توهین نمیکنم. گوش بگی توهین کردی تو ملتگرا حاضر کردی گفتی تاجیکی ازبکی، همین تحقیر نیست. من تاجیکی ازبکی گفتن چی معنی داره؟ ما تاجیک ازبک گفتن مشکل نداره. برادر وقت بده شیخ عزیز سخن میگه ان شاء الله. ببین صبر به ادبی نکنید. به ادب ها به ادبی نکنید. وقت بتین وقت شیخ عزیز وقت ببین وقت نمیدیم. چرا؟ برای که ما
برادرانه مسلمانانه وقتی که معامله کردیم شما نمیفهمید. ما شما را مسلمانان معامله کردیم، شما را کافر نگفتیم، شما را دهن ما اومدگی نگفتیم، شما خودتون کیس کردیستین که کی خواهد 4 جاهل 4 منقه برآمده منه ای ابو محمد ملی، ای ابو محمد پوتینی، ای ابو محمد اروپایی، ای ابو محمد کافر، ای ابو محمد وطنی، ای ابو محمد ازبکی، ای تاجیکی. سری تو زدگی است. این تحقیر نباشه. چی تحقیر است؟ حاضر که میگه که ابو محمد تاجیکی ازبکی گفتن این پرابلم نیست. من خطاب به تاجیکا کرده پرابلم مسلمانای تاجیکا به گاب زنم این پرابلم بود است. من ملیگرا بودم، من اینها ابو محمد تاجیکی ازبکی گفت این پرابلم نبود. این دیوانگی نیست. من باوری دارم که یک قسمی از جوانهایی که از در افغانستان هستن سرشون زدگی است. من همون کسانی که یک وقت نمیدیم، همون کسانی که جوانهایی که امروز در افغانستان من بسیار دیده شدم که ما رو بیادبانه گپ میزنی، بیادبانه گپ میزنی، بیادبانه گپ میزنی. بیادب خودت هستی تو، بیادب خودت هستی که جال جال گفته رئیسی. جاهل هستین، جاهل هستین، مصلحه امت نظر نمیگیرین. یا تکفیری هستین یا جاهل هستین. توهین نکنی خیره. یا تکفیری هستین یا جاهل هستین. حالا تکفیری بودن ما را قناه ما را بشنو باز ای موحدین عزیزه از الله بترسین. نه 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 سوال میتونم صبر میکنم. با انامین ذهین کریمی من سوال میتونم عدد ما در گروه تا آمدیم. بس کن بیادبی نکن. احمقی تا میری دیگر جواب میکنی. من به تو سوال میتونم جواب بده. اگر راضی باشی گپ میزنیم، راضی نباشی رو نوبت شو. من به تو سوال میتونم جواب بده. مرحمت. این مسئله دین است، این شریعت است. من در پیش قرآن و سنت و فهم سلف جماعت این کار میکنم. فراموش نکن. من تو به سوال میتونم، تو به من جواب ده، تو هم سوال ته جواب میتونم. آرامانه گپ میزنیم. بسم الله. سوال یکمی من به تو، انا میکروفونت باز کردم. گجا رفتی این جاهل، این احمق، گجا رفتی انا گریخت فرار کردی. سوالی من هر کسی که گپ زدن میخواهد، انا سوال ببین، سوال میتونم سوالم جواب ده. بیهوده گپ زدی پوکت میکنم، بیهوده گپ زدی نابودت میکنم. از اینجا میری. من سوال میتونم جواب ده. سوال میتونم با تو سوال میتونم. کسانی که خودشون مسلمان میگن در روسیه زندگی میکنن، اینها کافر هستن یا مسلمان هستن؟ مردم عامه مسلمان گفته زندگی میکرده آدم توحیدش معلوم باشه، به عقیده توحید باشه، تا که نواقض اسلامش ظاهر نشده باشه ما را مسلمان میدانیم. انا خطا عقیده توحیدش معلوم نباشه فقط نمازخوان باشه. چی عقیده توحیدش نمیدونی در مسجد ظاهر شاعر دین عمل بکنه، کفرش صریح کفر شرکش معلوم نباشه، یک از نواقض اسلام مبتلا نباشه مسلمان میدانیم. نه پیش از این یک لحظه بیا آرامانه صحبت کنیم. پیش از این گفتی که عقیدش توحیدی باشه. ببین ما درباره عقیده توحید مهم است. صبر بکن. عقیده این به قلب ربط دارد. ما در مسکو در روسیه رفتی که یک آدم در همین کوچه در راه نماز خوانده شده است، ریش دارد، توقی دارد، مسلمان خودش میگه مسواک دارد، با نماز میخواند. همین خیلی آدما، هزارها آدم دیدی. اینا مسلمانن یا کافرن؟ در امریکا در روسیه در مسلمانن. سب بهترین. اكو سوال دوم، تو میخواهی در همین منطقه که میلیون مسلمان زندگی میکنند، در همین منطقه دعوت آیسته رفته ایستاده است، توحید منتشر شده ایستاده است، تو میخواهی که انا همینجا یک ضربه به کفار زنی، به روس، به امریکا، من نمیدونم به اروپا، به کسی میخواهی که ضربه زنی، در حالتی که اینجا مسلمان ها زیاد هستند. از نظر شریعت تو آیا از نظر شریعت تو نظر میکنی به مصلحه مفسده که من همین کاری که میکنم، من همین کفاندنی که میکنم، ترکتی که میشد، آدم کشی که میشد، همین مسلمان‌ها به چی فایده و چی ضرر دارد؟ آیا همین چیزا نظر میکنی یا نمیکنی؟ بله. سوال عالمی همین سرزمین روسگر انا از موضوع فرار کردم. ببین محکم میکنم. سه دقیقه صبر زاهین، یک دقیقه صبر بکن. به شما سوال میکنم برادر میرویسی احمد یاسین، به شما سوال میکنم که بله مثلا در امریکا، در اروپا، در افغانستان، در تاجیکستان، در روسیه، در لوباجو، اگر دارالکفر باشد، دارالاسلام باشد، من نمیدونم، هر روسیه گیرد. بله. در اینجا ما مردم عقیده اهل سنت چی است؟ ما به ظاهر مسلمان میگیم. بله 100% به ظاهر. کسی که نماز میخونه من صلی صلاتنا و اکل ذبیحتنا و اکل ذبیحتنا در سمای الله رسوله و مسلمان است. بله بهترین. الله بارک فیکم. دلیل تو قوی قبول.
سوال دوم برادر عزیزم به این صافونه، یک کس بله میخواهد یک جماعت میده، یک جماعت به مانند داعش است، من نمیدونم، یا تصور کرد که داعش نه طالبان است، القاعده است، یا که مثلا انصار الله است، خطش است. یک آدم تصور کنید، لبا جماعت، هر جماعتی باشد، میخواهد که در همین دارالکفری که میلیون ها مسلمان ها آرام زندگی کرده شدند، مسجد دارند، مدرسه دارند، توحید خونده شدند، آهسته منتشر شده شده است، همینجا میخواهد که رود یک عملیات انجام بدهد، یک قتل و کشتار انجام بدهد، به نام قصاص است یا به نام هجوم است، به نام من نمیدونم چی بلا کدام نام نباشد کند. از نظر شریعت انا همین آدمی که عملیات انجام میدهد آیا به مصلحه و به مفسده به مسلمان های انا همینجا زندگی کرده چی ضرر و چی فایده می آورد نظر باید کند یا نکند، یا نوکر دمی زده برفتن بگیرد، کدامش همین درست است همینجا از نظر شریعت؟ حقیقتا استاد محترم، حقیقتا باید حقیقت امر را باید درک بکنیم. می است که مصلحت مفسده را در او صورت باید در نظر بگیریم که جهاد در راه الله تعطیل نشود. متوجه هستین؟ اگر امی کار نمیجا فعلا کفار فکر بکنین که امیجا مصلحت مفسده را در نظر گرفتیم، درست امیجا حمله نکردیم، خی چی کار کنیم؟ در کجا حمله کرده شود؟ مثالش بهترین در کجا چی کار کرده شود؟ این سوال است، اینه چی کار کرده شود؟ من سوال شما جواب میتم، لیکن پیش از جواب نقطه خطاگی شما همینجا است برادر عزیز. انمین از خطاگی شما که مصلحه مسلمان ها را فکر نمیکنید، برای همین همه این مسلمان های روی عالم از شما ناراضی است. این با نمیگه که به محمد مدنی انا کافر با مورد تنظر نگوید، شما یک مردم گوین که یک ملت طرفداری داعشی باشد، طرفداری من نمیدونم یگان دیگر جماعت باشد، همه چرا از جماعت های جهادی مردم مسلمان، من مسلمان عادی نمیگم، مردم مسلمانی حتی مسلمانی که توحید آموختگی رنجیدگی است، چرا نمیپیوندد به شما یا به دیگر گروه ها؟ برای که این مردم میبیند که شما دیگر مسلمان ها را فکر نمیکنید، فقط مصلحه جماعت خودتون فکر میکنید. در باب جهاد، در باب همین حرکت و عملیات، شریعت میگه که تو فقط یک جماعت مصلحت نبین، تمام مسلمان ها را مصلحت شبید. همین خطاگی شما است که مصلحت نمیبینید و این خطاگی شما یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، چهار بار نه، ده ها مرتبه شدنش ممکن است. مصلحت نیست کار شما. میرین 100 تا کافر مثلا انا کشتید، باور کنید حکومت روس به این 100 تا کافر پلیوت کرده است، به زبان روسی توف کرده است، پروا ندارد، هزار چک پروا ندارد، از این چیز استفاده میبرد، نابود کرده بود دیگر رو میپرتد، لیکن بیاد دیگر جو بریم. شما گفتید که هر چیکار کنیم دیگر علاج نداریم. انا دیگر علاج نداشته باشین، از سبب علاج نبودن مخالفت شریعت کار نکنید، از سبب دیگر راه نبودن، دیگر شرایط نبودن اومده دیگر کاری خطای نکنید. خیلی که حزبی در تاجیکستان حزب نهضت است، یک حزب نهضت تاجیکستان است، یا که حزب اخوان المسلمین در مصر است. اینها به وقتی که میگید که مردم خداتون شما مسلمان میگید، بعد شما گریه کرده نماز میخونید، تهجد میخونید، آخر این کاری که شما میکنید دموکراتی های کفر است، شرک است. این حزبی ها به ما میگید که ما دیگر علاج نداریم، میگن ما همین چیزا نمیخوایم لیکن دیگر علاج نداریم، میگن والله اگر همین حزبی ها یک لحظه برادر، یک لحظه التماس به من اجازه بدید، که مقصدم بگویم. همین حزبی ها میگن که ما دیگر علاج نداریم، آخر ما به حزبی هم میگیم، به شما هم میگیم، به دیگر جماعت ها هم میگیم که علاج نداشته باشید، مخالف قرآن و سنت، مخالف منهج اهل سنت کار نکنید. علاج نداشته باشید، یک کار نکنید که یک کار شما فایدهش بجاش 100 برابر ضرر هم به خودتون باشه. شاید تاجیکا شما به 500 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر گمانش نیک بود، ولی شاید روز به روز گمانش نیک شده ایستاده بود، بعد از این حادثه شاید صدها، 200 هزار، هزارها نفر گمانش بد میشه. از دست برای خود شما مردم ضد خودتون میکنید، برای خود شما در ریشه خودتون تبر میزنید، برای خود شما رویتون رو به مردم سیاه نشون میدید، برای که مردم دیده ایستاده است که امروز ترکت این عملیات شبانه شدگی تاجیکا را روزانه قبل دیگه. همین سوال به هر یک آدم جاهل میگه که این میگه یک
یک دست کفار است میگه اینجا چه خیل بازی هست میگه بیا من از این فتنه دور میشم از جماعت هم دور میشم میگه حق دارد و ندارد چرا حق ندارد حدیث حذیفه بن الیمانی است که یک روزی که امام نباشد جماعت نباشد اختلاف باشد چیکار کنم گفتن در سنن اومده است پیامبر به حذیفه بن الیمانی گفتن که فاعتزل تلك الفرقه كلها هر یک فرقه ترک کن همه این فرقه ها را ترک کن راه خودت تنها زندگی کن تا روز مردن گفت این روز من نبرید مردم کدی شما مردم هم از عقیده هم از خودتون هم از جهاد روی مردم خلوق کرده از خودتون دور کرده از جهاد دور کرده شیخ عزیز انا ببخشید با عرض معذرت شیخ شما عزیز سوال یک کردید دقیقه برادر عزیزم یک سوال کردید شما گفتید که بله خیر ما چیکار سوال کنیم کردم ما چیکار سوال مرا کنیم سوال مطلب گرفتین ببینید برادر عزیزم شما گفتید که خیر چیکار اگر کنیم من دوباره یک بار دیگه تکرار میکنم بس تمام است یک بار دیگه سوال خود را تکرار میکنم درست کردیم که مصلحه مفسده را در نظر گرفتیم آیا به اساس مصلحه مفسده جهاد فی سبیل الله که فرض عین است در این حالت در این شرایطی که ما قرار داریم هیچ از علمای اهل سنت قرآن و سنت را تایید میکنه و فرض عین میگه و واضح هست آشکار است و هیچ کس انکار نمیکنه در این حالت به خاطر مصلحه مفسده گفته جهاد در راه الله علیه کفار ترک کرده شود بهترین من جواب میگم نه ببینید انمین است که شما طالب علم را خطا میفهمید از سبب خطا فهمیدن تکفیر میکنید از سبب خطا فهمیدن طالب علم را سریش میبرید و کشته میپرتید خیلی که حکم ما را موندید و با جاهلانه این کار کرده شدید ببینید جهاد فرض است گفتن یک مسئله جهاد قدرت پیدا کردن دوم مسئله رفته در درونی دارالکفر مسلمان هایی که امنیت زندگی کرده در اونجا به گفت شما عملیات کرده آدم کشتن این سیوم مسئله اینه به همدیگر آمیخته کردن احمقی و جهالت است من تا به حال نگفتم که اسلام ما جهاد ندارد نگفتم که جهاد باید این کار کرده شود ای انسان من به شما نمیگم به بعضی از جاهلای دیگر میگم که میگن که ابو محمد مدنی این کار کرده و این کرده اون کرده ما عملیاتی که شما میکنید به نام عملیاتی که مصلحه و مفسده قبول ندارید آیا جهاد غیر از همین دیگر جهاد نیست سوال دیگر به شما میگم آیا جهاد همین است که یک عده به بالای یا به یک منطقه روند جایگیر شوند از همونجا به واسطه اینترنت و این آن هر منطقه به 4-5 نفره تشکیل کنند اینا رواد کشد یا تکفیر یا که بگویم کفانت به همین بس مگر جهاد همین است فقط کی گفته که جهاد همین است کنی یک عالم به من بیارید که گفته باشد که جهادی که فرض است انا همین جهاد است که شما مجاهدین در درون کوه در درون جاهای امن نشینید اما آدم های مسلمان های موحدین گپ بگیرید فهمانید اونها در بین دارالکفر همه جا یا کفانند یا ترک کنند بعد از این دیگر مسلمان ها نابود شود یا که به ضرر رفتن شما در اینجا دم گرفته نشینید کدام علما جهاد انمی خیل بیان کرده شما جهاد اولی نفهمیدید نباشد جهاد چی است برادر ما گفته ایستادیم که درباره ترکانیدن در دارالکفر درباره کشتن در دارالکفر از نظر قرآن و سنت گپ زده ایستادیم که شما اولا الحمدلله رب العالمین الحمدلله اولا شما در دارالکفر هم اولا زن کودک پیران سالها آدمای بیگناه کشتن به حق ندارید ثانیا اگر بناگاه فرض کردیم که شما یگون دلیل آوردید این گفتید اون گفتید قصاص گفتید و همین کار کردید شما حتما باید مصلحه و مفسده انا این کار بینید جهاد اصلش فقط در درون دارالکفر در اومده ترکوندن نیک پیامبر صلی الله علیه و آله لشکر میکشیدن میرفتن جهاد میکرد قدرتشون پیدا شد بعد از قدرت پیدا شدن رفتن جهاد کردن پیامبر در مکه 10 سال جهاد نکردن 13 سال در مکه جهاد نکردن در مدینه هم اومدن 1 سال جهاد نکردن بعد از این 14 سال رفتن در جنگ بدر هجوم کردن به خاطر چی به خاطر اینکه کم کم قوه قدرتشون پیدا شد قوه نداشته باشن پیامبر قدرت نداشته باشن 4 تا صحابه فرستونده فلان جا رو این کنه نکردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم تا به قوت شدن مشرکای قریش که صلح کردن
تو که ویها کتی حاضر جنگ نکنیم، ویها قوی تر است، ما نابود بناگاه نکنیم، حاضر به ایستاده ایستاد گفتن. وقتی که صلح کردن، مسلمان های قوی کردن، مسلمان های تعلیم دادن، صف مسلمان های زیاد کردن. بعض حالت میشد که این دلالت میکند، این سیره پیامبر دلالت میکند که بعض حالت برای مسلمان ها میشد که مسلمان ها اگرچه به بالاشون جهاد فرض باشد هم، اگرچه به بالاشون جهاد نمیدونم فرض عین شده باشد هم، اینها سکوت میکنند، آدم جمع میکنند، میسازند، یک بار خودشون میدیدگیند آخر، یک بار میبینند که چی دارند. اینها یراق دارند یا که در دستشون چوب و کلم دارند. میبینید فرض عین است گفته شما یک کاری کنید که موافق شریعت باشد. فرض عین شد گفتم مخالف شریعت کردن به هیچ کس حق نداره. برای همون ما بار دیگر میگیم این دومین مشکلی برادرانی که از افغانستان هستن. ببینید در افغانستان مفهوم جهاد غلط شده است، مفهوم هجوم، مفهوم قصاص غلط شده است. ما از علمای اهل سنت افغانستان خواهش میکنیم که این مسئله را یک بار جوانهاتون بفهمونید، بی‌طرفی را در این باب بحث کنید، فهمونید این مسئله را. اولا جهاد فرض است گفتن دو تا خطاگی که حاضر همین جوانها دیدیم. یکم خطاگی سوال من جواب نداد. شما مسلمان در روسیه 20 میلیون مسلمان است میگه، در من شما را 10 میلیون مسلمان است گفت. نمازخوان کم نیست، ما نمازخوان مسلمان میگیم تا کفر شرک شور نشود. اینا مسلمان ها اگر مسلمان گوید وقتی که در بین این مسلمان ها شما یگان کار کردنی میشوید، هیچ کس نگفت که شما را نکنید، مطلق همه گفت که مصلحه و مفسدت بین. اگر این کارت حق باشد، اگر این کارت حق باشد، زن نکش، البته کودک نکش، مرد نکش، لیکن بناگاه اگر کردی تو مصلحه و مفسده نظر بکن، فایده و ضرر نظر بکن. این سخن سلف صالح است. فایده و ضرر نظر کن. حالا ببینید این مردم فایده ضرر نظر نمیکن، فایده ضرر موحدین اصلا نظر نمیکنن. یک مسئله. دومین مسئله فهم اینها در باب جهاد غلط است. اینها میگن که جهاد، انا این برادر امروز گفت که جهاد فرض عین است، آیا به خاطر مصلحه و مفسده ترک کنیم؟ نه، جهاد ترک نمیکنید، اما جهاد از پیش خودتون نمیسازید، جهاد از فکر خودتون انجام نمیدهید. جهاد از پیش خودتون استاد محترم از پیش خودمان انجام نداده ایم، کسی از نزد خود انجام نداده. اینا علما دارن، همه چیز دارن، منهج دارن. الحمدلله قرآن کریم به صورت واضح بیان میکنه وقتلوهم حیث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. در هر جایی که این کفار گیر کردیم بکشین. سوره توبه یک بار مطالعه کرده شود. برادر بیا تفسیر همین هر ما میخونیم که این در کدام حالت است. تو وقتی که هجوم کرده ایستاده باشی، تو لشکر کشیده باشی، تو همین طرف روسیه و 200,000 لشکر که در اومده باشی، انا این گپ گویی میشه. تو خودت در یک دیگر منطقه باشی، 4 مسلمان فرستاده باشی که اینها روندو فقط همین یک بار 4-5 کس کشندو یا فرار کنند و دست بغلتندو دیگه مسلمان ها را کشد، این به داخل نمیشه. تو آیت یک بار فهم شما غلط است. فهم شما غلط است. فهم شما باور کنید من تو این درجه فکر نمیکردم. من همین جوانهای افغانستان تو این درجه فکر نمیکردم که فهم غلط است. این آیت بله هجوم پیامبر صلی الله علیه و آله به کی این آیت نازل شد؟ البته العبرة بعموم اللفظ است. پیامبر وقتی که فتح مکه به داخل شدن این آیت نازل شد. این آیت در وقتی یا دفاع یا هجوم است. اما وقتی که تو نه دفاع میکنی نه هجوم میکنی، یعنی هجوم عمومی دفاع عمومی نمیکنی، اصل جماعت در یک جانب دیگر است. 4-5 جوان مثلا ازبک است، تاجیک است، قزاق است، قرغیز است، اینها را امر میکنی از پیروات که شما روید فلان جای ترک کنید یا فلان کس کشید، مثلا زن است، کودک است، مرد است. اگر مثلا در این حالت شما باید مصلحه و مفسده نظر بکنید. ضرر کار شما زیاد باشد، ضرر کار شما زیاد باشد. به صورت عموم هست استاد محترم، به صورت عموم هست، در هر جا هست، مثلا افریقا هست، موزامبیق هست، ساحل هست، فعلا در حالت هجوم قرار دارن، اینا در حالت دفاع هم قرار دارن و در حالت جنگ های چریکی هم قرار دارن. برادر عزیزم به من افریقا را نقل نکن، من خبر ندارم از افریقا.
من به انمین حادثه که امروز در تاجیکستان معذرت خواهی میکنم، در تاجیکستان گفتم، در روسیه شد. من سوال دادم، سوالی من به جواب نشد. نه خودت جواب دادی، نه او پیشتر برادرت جواب نداد که اگر شما سوالتان چی بود؟ سوالتان خود جواب دادم، مسلمان بودن جواب تمام ندادی. بر بیا اساس بیا حدیث. باور دوامش به سوالم به جواب ندادی. تو گشته خب سوال کدام من به سوال گشته بفرمایید؟ سوال با بیادبی میکنی، با بیادبی میکنی برادر. بیادبی نکردم استاد محترم، خاموش شو که سوالتان بگید. کدام سوال گفتن نگیر. من روزه دارم. اشتیو تکرار میکنی گشت و برگشت. من احمق نیستم، من میفهم. انا همینجا 240 نفر آدم شاهد است. من سوال دادم به خودت که کسانی که در روسیه هستند که خودشون مسلمان میگن و نماز میخونن، مسلمانان؟ تو گفتی مسلمانان، حدیث آوردی. من گفتم احسن، دلیلت قوی است، قندت زد. بعد از این سوال دوم دادم اگر اینها مسلمان باشند، ما وقتی که میریم در اینجا یگون عملیات میکنیم یا شما میرید یگون عملیات میکنید، ما باید مصلحه و مفسده این مردم مسلمان فکر کنیم یا نکنیم؟ گفتم تو جواب ندادی. تو گفتی که به من گشته سوال دادی، تو گفتی که فرض جهاد فرض عین است، اما مصلحه و مفسده گفته جهاد نکنیم. گفته به من سوال دادی، تو سوال من به جواب ندادی. سوال با میتیم به تو وقتی که در یک منطقه دارالکفر مسلمان ها زندگی میکنن، آرام زندگی کرده ایستادن، توحید هم آموخته ایستادن، به پیش رفته ایستادن، کم 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 رفتی در درون اینها، تو میخواهی یک عملیات تکنی. در همین وقت تو باید به مصلحه و مفسده عاقبت این کارت که ضرر است به مسلمان های همین منطقه یا فایده است، زیان است یا فایده است، مسلمان های این منطقه را این عملیات کرده تو همیش به ضرر کرده، موحدین نابود میکند. برعکس این کاری کرده تو فایده به کفار است یا و ضرر به مسلمان است، تو همین چیز فکر میکنی یا نمیکنی؟ یا به چیز فکر کردن غلو است. کنی نمیده من سوال دادم. استاد محترم، مسئله مفسده و مصلحه یک بار تشریح کرده شود که این مسئله مفسده و مصلحه تمام واضح رو شود. کارت کن برادر. الله و رسول نگفتی، الله و رسول الله و رسول جانبش نگرفتی، حق جانبش نگرفتی. اینجا اومدی با جماعت به جانبش برفته استی، یک کار کرده استی که جماعت همین کار کرد، از این میبرد که ما ضدیت نباید ما کنیم. گفته دنبال دلیل هستیم، دلیل ارائه بکنین جناب. در مورد مصلحه و دلیل مفسده همین ایتون است. دلیل ارائه بکنین. انسان دلیل مسئله اصول دین به ما دلیل من قرآن و سنت و اجماع صحابه است. باقی مانده مسئله به عقل ها دلیل فقط قرآن و سنت است. توهین نکنین جناب شیخ، توهین نکنین. چرا خودت توهین نگفته است. میکنین؟ برای آن توهین میکنیم که شما میخواهید که در همه مسائل اجتهادی دلیل از قرآن و سنت آورده شود. شما هم خیلی دین ساختین که یک دین ساختین که در مسئله اجتهادی هم دلیل از قرآن و سنت بیار میگویید. ما منهج داریم که اصول دین ما در قرآن و سنت ظاهر ذکر شده است. اصول دین ما در قرآن و سنت ظاهر ذکر شده است. اما مسائل فروعاتی و بخصوص مسائل دقایق اجتهادی وجود دارد که در قرآن و سنت ذکر شدگی نیست. این به مصلحه و مفسده ربط دارد. دلیل در مسئله، ببینید، مصدر تشریع در مسئله عقیده دیگر است. مصدر تشریع در مسئله غیر عقیده، در مسئله فروعات، جزئیات، اجتهادی دیگر است. آدمی به علم که گپ زده نه، باور کنید دیگری آدم میسوزد. آخر من چی بگویم؟ من این مسئله را 2-3 سال خوندگی هستم، همین یک مسئله را من این آدم به چخیل فهمونم، 2 دقیقه به چخیل فهمون و 2 دقیقه به نمیفهمد. این گپی ما را نفهمده است. سوال من به حال جواب نداد. مصلحه به نظر میکنی، گفتم عاقبت ظاهرا این مصلحه به نظر نمیکنه. این جماعت فقط مصلحه همین 4 نفر خودش به نظر میکنه. 4 میلیون 10 میلیون مسلمان دیگر به ضرر نمیکنه، نظر نمیکنه مصلحه به. از کار تو کفار فایده برات، تو یک کاری به خاطر الله کنی، از کار تو کفار استفاده برات مسلمانان نابود کنه. آیا همین کار درست است؟ ببینید، من یک منهجی با اهل سنت میگم. ما دلیل مسئله اصول دین، معلوم من الدین بالضروره، مسائل اعتقادی و دلیلمون قرآن و سنت است با فهم سلفین امت به اجماع سلف.
اما مسائل فروعاتی، مسائل جزئیاتی به هم قرآن اگر اومده باشد قرآن است، هم سنت است، هم اجماع است. اگر قرآن سنت اجماع نباشد سنی چی است؟ سنی همین مسئله صحابه است. اگر صحابه اختلاف کرده باشند یک قسم صحابه های زیاد گرفتن است، بعد از این صدن للذریعه است، بعد از این مصلحه و مفسده است، مصلحت المرسله است، استصحاب است. چهار مذهب نظر کنید. احمد ابن حنبل مصدر تشریع در نزدشون چی بود؟ در مسئله عقیده قرآن و سنت اجماع بود، اما در مسئله فروعات قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عقل، صحابه و بارک الله فیکم بعد از این سد للذریعه، مصلحه و مفسده بود دلیل. یعنی 9-8 چیز در نزد احمد ابن حنبل. اصول مذهب احمد ابن حنبل گفتن کتاب نوشته شده است خونه. هر یک مذهب به خودش اصول دارد. هر یک مسئله میده شده در قرآن و سنت ظاهر بعضش اومدگی نیست. بعض مسائل به قاعده مصلحه و مفسده یا قاعده سد للذریعه یا به قاعده بارک الله فیکم قیاس فهمیده میشه داخل. بارک الله فیکم. بعد از این یک چیز هیچ وقت فراموش نکنید، هیچ وقت فراموش نکنید که سوال اینجا یک منهج است که مقصد از جهاد چی است؟ حفظ مسلمان ها است یا فقط جهاد کردن است؟ مقصد جهاد حفظ کردن جهاد، مقصد جهاد حفظ کردن مسلمان ها، منتشر کردن توحید است یا فقط به ذات خودش جهاد گفتم خیلی مسلمان ها را اصلا فکر نکرده، اصلا مصلحه مفسده مسلمان ها را فکر نکرده، منتشر شدن توحید فکر نکرده، فقط جهاد گفتن است. مقصد این جهاد مقصد دارد بخش. جهاد از باب کفر به طاغوت است. جهاد مقصد اساسیش مسلمان ها را حفظ کردن، مسلمان های موحد دفاع کردن، عقیده که در اساس قرآن و سنت است انا همین منتشر کردن و همین دفاع کردن است. عقیده را دفاع کردن. جهاد دفاع کردن توحید است. جهاد رسانیدن توحید است. جهاد مسلمانای موحد نگه داشتن است. مقصد جهاد همین است. اما تو یک کار جهاد گفته کنی بود سبب برعکس نابود شدن توحید، سبب برعکس کشته شدن مسلمان ها شود، در این حالت همون عملی کردگی تا نکن، دیگر خیلی کن. و علیکم السلام و رحمت الله. خیر بالاخره جناب شیخ عزیز گوش کنین. شیخ عزیز به نام علیکم مصلحه و مفسده رحمت وقتی الله و مسئله اجتهادی هست. برکاته. صبر بکنید. من سخن خودت میبندم. برادری که با آدابانه صحبت کردی لیکن در آخر اومده با دیده و دانسته جماعت رو از قرآن و سنت پیش گرفته ایستاده ای. دیده و دانسته شکست خوردی لیکن جماعت از قرآن و سنت پیش گرفته ایستاده ای. من دیگر تو به وقت صحبت نمیتیم. من تو به 2 بار سوال دادم که کسانی که در روسیه هستند خودشون مسلمان میگن و نماز میخونن، مسلمان هستن یا نیستن؟ تو گفتی مسلمان هستن. وقتی که در درون همین دارالکفر اگر شما یگون کار کنید السلام شما علیکم و مصلحه رحمت مفسده به الله و نظر میکنید؟ برکاته. مصلحه مفسده به نظر میکنید یا نمیکنید؟ تو شیخ جواب عزیز ندادی. تو برعکس من تعالی زده ایستاده ای. من به درس داده ایستاده ای. من به درس هم نتی، من تعالی هم نزن، گپ دیگه جو به نبر، سوال هم نتی، جواب تی به من. باید من جواب میتیم، من جواب میتیم به تو. تو هم یک جاهلی دیگر هستی. باید مسلمانی که در درونی یک دارالکفر عملیات میکند، خواه آدم کشی میکند، خواه ترکانیدن میکند، در همینجا میبیند که 1 میلیون 2 میلیون مسلمان ها زندگی کرده ایستادند. در اینجا مسلمان ها در امن و امان، در توحید، آموزش توحید، پیشروی توحید رفته ایستاده است. تو وقتی که در اینجا یک کار میکنی تو باید فکر کنی، مصلحه و مفسده را فکر کنی که تو همین کار میکنی چی فایده و چی ضرر میشه. تو کار کردی، تو در اومدی 100 تا آدم کشتی و کس 1000 تا مسلمان کشت و کس توحید نابود کرد و کس تمام علما و طالب علمای موحده برد قتل کرد.
آیا همین کاری کرده تو فایده دارد به مسلمین؟ آخر جهاد که عاقبتش فایده داشته باشد برای مسلمین، برای توحید و مسلمین. نتیجه جهاد چی است؟ نتیجه جهاد هیاهوی هره هره نیست. جهاد هره هره و هیاهوی نیست. جهاد باید به خودش مصلحه داشته باشد، مصلحه و فایده داشته باشد. والله کدام علما بنروید، کدام علمای مجاهدین سلف و غیر سلف بنروید، همین گپ میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم، من میخواستم خب میگذاریم مسئله را فعلا، مسئله دولت اسلامی یا داعش را فعلا. خب من فقط یک سوال میکنم، در حال حاضر آیا کدام گروه حق وجود داره که به خاطر الله سبحانه و تعالی جهاد کنه یا نه؟ به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است، می همواره گروهی از امتم است که تا روز قیامت اینا قتال میکنند و در حال حاضر جهاد چگونه باید صورت بگیره؟ یعنی خودت که میگی که هجوم اینا آورده نشده شهرها و اینا، من فقط همین سوال میکنم اینا میگذاریم دولت اسلامی چی کرده، او را فقط همین سوال میکنم آیا فعلا یک گروه حق وجود داره که به علیه کفار جهاد کنه یا نه؟ وقتی که میخوایم گپ بزنیم از روسیه، ما و شما باید از افریقا هم گپ بزنیم، از افغانستان هم گپ بزنیم، از سوریه هم گپ بزنیم، از عراق هم گپ بزنیم، از تمام مواضع گپ بزنیم، نه اینکه تنها فقط مختص به روسیه گپ بزنیم. وقتی کلمه جهاد یاد کنیم از تمام موضوعات صحبت کنیم. فقط اینا رو من از خودت هم سوال دارم که آیا گروه حق وجود داره یا نداره؟ بس ابی را ما بهترین. جواب بدیم و من زیاد الله نکنید، توفیق تا سلام گپ زیاد علیکم. نکنید. با چرب زبانی زیاد. یک تا سوال 10 بار من به تکرار نکنم، من دیوانه نیستم. من هم خوب فهمیدم. آیا نگو برادری جون، من فهمیده استم، من یگون احمق فکر نکن. من یکم سوالی که پرووکاسیون، یک سوالی، یک صحبت اینجا ناعادلانه کردی و این صحبت ناعادلانه دلالت به ناعادلانه بودن همون کسانی که از نام داعش ما را تکفیر کرده شدن. من اول به همین صحبت پیش از سوالات جواب میدم. تو گفتی که ما پیش از اینکه در روسیه صحبت کنیم یا درباره روسیه صحبت کنیم، درباره افریقا و سوریه این آن صحبت کنیم. ما افریقای شما به نرسیدیم. من شخصا افریقای شما به نرسیدم. شخصا سوریه شما به نرسیدم. من این مسئله به معلومات که ندارم گپ نزدم. من نگفتم که در افریقا هم شما اینه، در اینجا هم اینه، در اونجا هم اینه، نگفتم. برای که من بیخبر هستم که در افریقا شما چیکار کرده اید، در سوریه چیکار کرده اید یا در این افغانستان چیکار کرده اید. من در این باره هیچی نگفتم. من در باره یک حادثه در مسکو کردن یا به مانند همین مسکو کارهایی که شما میکنید یا همین جماعت میکند که نه مصلحه مفسده یا که نه مسئله زن و مرد کشتیش اینش به حاضر بعضی ضدیت کردن، همین مسئله به گاو زدن. اما دیگرها برآمدند و در همین مسئله برای تکفیر کرد. در این مسئله مرا چرا تکفیر کردید؟ این اولا اگر تصور کنیم که همین مسئله به من خطا کرده باشه، تصور کردیم، من خودم خطا نمیگویم، لیکن اگر تصور کردیم که من خطا کرده باشم، آیا خطاگی در یک مسئله فروعات یک بار من کافر میشم، جاسوس میشم، همچنین به یک عالم طالب علم معامله کرده میشد؟ برای همین علما و طالب علم میگن که اینها آداب ندارد، اخلاق ندارد، اینها فقط عالم طالب علم تکفیر کرده میکشد. گفتن اینها من کی فهمیده شدیم؟ این مسئله اگر سخت‌تر رفتیم، این مسئله اختلافی به اگر رفتیم مسئله اختلافی شد، آیا در مسئله اختلافی که فروعاتی است، آیا در این مسئله اینا حق داشت که من تکفیر کند، آشکار کتاب نویسد، حکم قتل برآورد؟ چرا این مسئله به گاب نمیزنید؟ چرا این غلو به گاب نمیزنید و برآمده به من نصیحت کرده شدید؟ غلو رفته ایستاده است. غلو فردا این غلو و نتیجهش بد است. شما یک جا به جمع میشوید، 10,000 نفر 5,000 نفر فردا یگون روزه شاید جمع شوید، بس همین غلو چور احمق جاهل این خوارج ها میخیزد، شما میزند، شما اینا میزنید، کشوکشی در بین خودتون سر میزند. برای چی؟ برای که شما غلو و پیش رویش نداشته سودیتون، شما غلو کتی مبارزه نبرده سودیتون، جایی که الله و رسول تکفیر کرده گینه تکفیر کرده سودیتون. در مسئله اختلافی، در مسئله فروعاتی کی تکفیر کرده است؟ کی حکم قتل مونده است؟ تو پیش از اینکه برآمده ما هم به گاب میزنی، تو اولا این مسئله به گاب مگر در درون جماعت داعش در سوریه اختلافی غلو و غیر غلو به وجود آمده، همدیگر را کشته
به همین سبب یکی از سبب‌های شکست خوردن نشده. امروز صدها علما می نگوید، امروز صدها علمایی که در یک وقت طرفدار یا هم فکری داعش بودند امروز میگن که فتنه به وجود آمد. در فتنه خشکتر می سوزد، در فتنه خشکتر می سوزد. وقتی که پیشی این 4 احمقی جاهلی غلو کرده را شما نمیداره، فقط بس فردا اگر شما با جمع شدید یک جوبه 10,000 شدید، 5,000 شدید، نمیدونم 100,000 شدید، با جنگ با کشوکشی در بین خود شما سر میشد. برای چی؟ برای که نمیخیل آدم ها علما را با طالب علم هایی که همین پلی شما با اگر رفت شما حتما طالب علم علما حتما شما به نصیحت میکنه. طالب علم علمای ربانی حتما شما میگه که برادر عزیزم انا این کار شما خطا، انا این کار شما این اونفت علما شما به نصیحت میکنه. 4 همین جاهل 4 کودک می برایت این مرتد میگه کشته نابود کردن میپرد. انامین در بین شما کشوکشه به وجود میاد، شکست میخورین، شما با شکست میخورین به این کارتون. لیکن ما میگیم که این غلو دارید، پیش این غلو گیرید، این پیش این غلو گیرید که نخوادین که در مسئله فروعاتی حکم تکفیر، حکم جاسوس یگان طعنه نماند. در مسئله فروعاتی بعد از این حکم قتل صادر کند. حضور داعش کتاب نوشته حکم قتل من چی کرده است، صادر کرده است. در کجای اوبیم قتل میکنیم گفت. انا کنی نبینید در مسئله فروعاتی همین کار کردن مگر همین غلو نیست؟ من مگر سوریه شما به گاو زدم، افریقای شما به گاو زدم، افغانستان شما به گاو زدم؟ من والله امروز معلومات ندارم. من درباره افریقا، درباره جماعت شما خراسان که در بنام افغانستان هستید و امروز در سوریه در کجا هستید من معلومات ندارم. من نمیدونم که از کجا شما به معلومات گرفته شد. السلام علیکم. وظیفه ما طالب علم چی است؟ ما قرآن و سنت با فهم سلف این امت میریم. کدام جماعت نباشد، کدام آدم نباشد خطاگی کرد خطاگی میگیم، بله ما خودمون هم خطاگی داریم، بله. اما گوش کنین شیخ مدنی، گوش نمیکنم. من تو را گوش نمیکنم. تو یک بی آداب هستی. تو در حق من بی آدابی کردی معذرت خواهی کن. شما جوهلا ما قرآن و سنت گویم، شما بر ضد ما کتاب می نوشتین، می گفتین که تو کافری، ما سرت میبره، می گفتین خطا کردین، گمراه شدین، غلو کردین شما. ای جاهلی احمق. من تو به سوال دادم و تو گفتم که همون روسنده در بین روس یا امریکا یا اروپا مسلمانایی که زندگی کرده ایستاده است، اینا مسلمان است یا نیست؟ ها گفتی مسلمان است. تو وقتی که همینجا رفته یک کار انجام میدی، تو باید مسلمان همینجا را یک بار فکر کنی یا نکنی؟ تو جواب ندادی به من. تو به من بازی میکنی. تو من کدام احمق فکر کردیستی؟ تو میری این دیوانگی تا میری به علمای دیگرات میکنی. فهمیدی؟ سوالم جواب تی. سوالم جواب تی. من تو را آزاد میکنم، زبانت میکشویم. سوالم جواب تی کی تو دمت گیر تو دیگرات. ای جاهلی بی ادب ها، ای افغان های جاهلی بی ادب. شما جاهل بی ادب هستید. شما بی ادب هستید. افغانا بسیار بی ادب هستید. افغانا بسیار بی ادب هستید. بله ما برادرای موحد صادقین داریم، اغلبیت بی ادب هستید. آداب اخلاق ندارین شما افغانو. میبرایی نداری عملی دست دادی. گوش کن، گوش گپ کن. میبرایی گوش کن گوش نمیکنم. تو با آداب صحبت بکن. علمای آذریتا، علمای مشرکتا، شیخ عزیز الله اتم کنه. ای افغانی جاهل، ای افغانی گمراه، ای ملتگرای قومگرا، ای جاهلی، ای گمراه، ای منافقین. علمای آذریاتونه، علمای خوبسای آذری هاته، همه تو علمای آذری خوبساته. ای جوانهایی که غلو کردید، شما علمای انمین آذری هاتونه استاد گفته گپ میزنین. تو به حال بعضی تو خبیث انصاریتا، محمد وارث منیبتا، زبیر محققتا شیخ گفته گپ میزنی. لیکن وقتی که نوبت به ما می آید ما را بس کن. ای ازبک، ای تاجیک، ای احمق گفته گپ میزنی. خیلی نکن. ما در افغانستان هزارها مردمی به مدنیت داریم، به اخلاق داریم، به آداب داریم. در گرد من برادرهای بهترین موحدین صادقینی که آداب و اخلاق دارند هستند. اما همین چوجه هایی که امروز برآمده به من 2 روز باز گاو زیسته، همین 4-5 چوجه آداب
اخلاق ندارین شما به این کارتون، به این شکاکیتون، به این احمقیتون سری مسلمان ها رو شما میخرید. شما همین جماعت است کنید، جماعت داعش. اگر شما به همین جماعت حقانی ربط داشته باشین سری همین جماعت هم میخرین. شما فقط درونی همین جماعت با خودکشی را سر میکنین. انا می 4-5 جاهل. چرا؟ این احمق ادب نداره. ما دیدیم ملتگرا بودن 4-5 این احمقه. افغان خودش به نرمال نی با آداب با اخلاق استاد گفتگام میزند. اومده منو تحقیر کرده. سبب تو کی اجازه داد که منو تحقیر کنی؟ من به خودم شخصیت قائل هستم. من طالب علم اهل سنت خودم میگم. من به تو سوال دادم، یا به سوالی من جواب ده یا گردنت بگیر که تو گمراه هستی. سوال بار دیگر میتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر تکفیری نباشی سوال دیگر میتیم. کسایی که در مسلمان هایی که در تاجیکستان و در روسیه و در امریکا و اروپا و افغانستان هستند مردم عادی مسلمان هستند یا نیست؟ قسمی از شما گفتن که مسلمان است، قسمی از شما عقیده هم گفتن، قسمی از شما عقیده خوارجی هم در آوردن. اگر مسلمان باشد سوال دوم به همین جا، شما وقتی که میرین در همین بین مسلمان ها کافرها به ضرر میرسونین، مفسده ضررش 10 برابر 20 برابر 100 برابر وزنین است. هم به شما وزنین است، هم به مسلمان ها وزنین است، هم به دیگرها وزنین است. کافرها از این چیز استفاده میبرند. مثلا امروز حکومت روس FSB میگیم، FSB یعنی همون مردهای امنیتیش، اینها از این کار استفاده برده شدن. هزارها تاجیک مسلمان قاپیده جنگ و این آن کشتن و توحید و تلگرام ها را داشتگی را برده ترمه کردن. اکنون شما مصلحه و مفسده را فکر میکنین در همین مسئله یا نه؟ یا شما به ما بگوین که رفته در همین درون دولت کفار جنگ کردن و خودکشی کردن و ترکاندن و عملیات کردن اصل دین است گوید. اگر شما ما میگیم که دلیل بیار اصل دین بودنش، برای اصل دین اگر باشد این کار، اصل دین اساس دین ریشه دین اگر همین کار باشد، مصلحه و مفسده دیدن اینجا این کفر است. اما این کار اصل دین نباشد، این کار از فروعات دین باشد، این کار مصلحه و مفسده به نظر کرده میشه. شما گمراه ها 4-5 جاهل ها چرا مسائل فروعاتی را همچون اصل دین معامله میکنید؟ چرا؟ برای چی تکفیر کرده شد؟ والله من بعضی از همین جاهل های دیدم که این افغان های جاهل بعضیشه دیدم که تاجیک جاهل هم دیدم. باور که فقط از افغانستان نه، از تاجیکستان جاهل دیدم که یک دو آذری را استاد میگوید، آذری را برادر میگه، آذری را طرفدار ما میگه و این آن میگه. برای چی؟ برای که این آذری جماعت اینها را قبول میکنه. این آذری جاهل جماعت اینها را قبول میکنه. جماعت اینها را قبول کند آذری هیچ گپ نه و مسلمان شده برفتن میگه. اما یک موحد وقتی که در جماعت اینها نیست و اینها به یک مسئله به نصیحت کرد، این کافر بشه. همین غلو نیست مگر؟ همین به طرف غلو رفتن نیست؟ اگر این گپ ما نگیم کی میگه؟ ما نگیم کی میگه؟ غلو است. این غلو است. چیکار میکنین بکنین. و به ادبی بعد از این ما دویم نصیحتی که به همون کسانی که جماعت داعش طرفداری میکنن، به ادب شما به کی اجازه داد؟ شما به کی حق داد که کی را خواهید برآمده ای جاهل، ای احمق، ای کافر، ای زندیق، ای ازبق، ای وطنی، ای ملتگرا گفتگو بزنید؟ شما کی خودید؟ چور جاهل تو کی خودید؟ مرحبا تفسیر کردی، کتاب نوشتی ضد ابو محمد مدنی را، ابو محمد اروپایی، ابو محمد مسکوی، ابو محمد ازبکی تاجیکی گفتم مسخره کرده و تکفیر کرده و اینو اون کرده برآوردی. اکنون جواب تکی آیا تکفیر کردن در مسئله فروعات این غلو نیست؟ شما غلو کردگی. یکم گپ شما غلو کردگی، دویم گپ شما آداب نداره، سیوم گپ شما مصلحه و مفسده دیگر مسلمان های روی عالم فکر نمیکنه. انا همین سبب است که در بین شما اختلاف میشد. اگر شما 5000 10000 نفر شوین در بین شما خوارج به وجود میاد، در بین شما کشوکشی خودتون به وجود میاد. همین سبب است که دیگر مسلمان ها شما کار حقتون هم بعد از این بعد میبینن.
همین قگاه برادر عزیز حاضر همین کسایی که همین از افغانستان 4-5 جوانی که اومده به من حقارت و دشنام کرده من کتی بحث و مناظره کرده است همین بچهای 18 19 20 ساله همین بچه‌ها در خودش در همین همراه داعش نیست حاضر همینو همین خودش حاضر همراه داعش در همین کوه دشت و دله که هست نیست همین بعضی همینا آمریکا بست بعضی همینا اروپا بست بعضی خود همینا ترکیه بست بعضی همینا درون افغانستان بگیرست لیکن همینا فکر نکرده گشت ای الله المستعان ما شما به حق میگوییم شما نصیحت ما رو قبول کن ما شما به حق میگیم نصیحت ما رو قبول کن شما غلو کردید شما وقتی که در مسئله اختلافی آمدید به خاطر جماعت شده الولا و البرا کردید یک طالب علم تکفیر میکنید مقصودا نه غیر از من دیگر آدمایی که همین گپ میگن تکفیر میکنید این غلو است این عاقبتش خیلی وزمی است بفرمایید برادر عزیز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فضيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا برادر عزيز. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله برادر عزیز بارک الله فیک. در همین مصیبتی همین 4-5 جوانهای بی ادبی که نه ادب دارن نه اخلاق ندارن نه منهج دارن دین به دست اینا غلطیده است برادر عزیز. چخیل خواهند در کدام مسئله خواهند به خاطر جماعت تکفیر میکنن. ما میگیم که آخر یک جماعت به ذاتش کلا 100% حق گفتن و همین جماعت یک کس نصیحت کرد خطاگیش ذکر کرد اینا کفر گفتن این غلو نیست این غلو است این درست نیست عاقبتش فتنه است میگم نه و آخه فکرش نیست است برادر عزیز. نعم عقلشان و دلیلشان دیگه است استاد محترم که اگر نصیحت بر موحدون کنین و میگن که شما همدردی یا موحدون همدردی امرای کفار کردن. مثال که اگر بچه ما برن در مکتب به یک کافر بزنن ما بچه خود نصیحت کنم میگن در امرای پدرای کفار همدستی کردی. یعنی اینقدر عقلشان تا قدر میرسه. یعنی ما موحدون اید وقت همدردی امرای کفار نکردیم و نمیکنیم و خصوصا مشایخای ما. و دوم موضوع است که استاد محترم که امیا قبلا که یاد کردین 1-4 ماه پیش موضوعی که خانه نشین بر شما بر شیخ استاد عبدالظاهر دایی محمد معروف راسخ استاد محمد معروف راسخ و استاد صلاح الدین خطاب کردن و نصیحت شدن امی جوان ها و چند وقت بعدش یک از یعنی برادرایشان که برآمد که زبیر محقق برآمد یک آذری یک عذر بالجهل میداد که اونو حتی خبر نداشتن در صفشان کی است و نال که میگن خودشان بیان میکنن نال خودشان که بیان میگن که گوشت خون علما زار است و میگن که نکنین این کارا را. وقتی که آذریات خوارج میگن علمای ما را مگم خودشان که حال تکفیر میکنن خودشان حکم قتل که میکنن خودشان این موضوعات بیان میکنن یا به خود نصیحت نمیکنن این موضوعات. الله المستعان. یعنی اخوات الکرام باید شما یعنی در صف علمیت در صف آداب یعنی در صف اول می باشیم و سبحان الله بر مشایخ شما قسم صحبت میکنین و دلیلای میگیرین و جماعت پرستی میشه. از این دلیلایی که پیش آوردن یک چند تا جاهلا از صفات کسایی که خوانده و کتاب و مجله را کسایی او خوانده میفهمه که یک جوان بی عقل بی آداب یک قسم کتاب یک مجله نشته کرده و کستان استاد نشدین بر علیشان که نه این غلو است نه این خطا است تکفیر در این مسائل حق نیست. حتی انگشتن ماندن حق ندارید سر موحدون کنید.
نسیت پذیر نیستی. ما تا چقدر خودخواه شویم، تا چقدر ما ذلیل شویم، تا چقدر یعنی 20 سال 30 سال در افغانستان جنگ بوده که حالت افغانستان ببینید، نظر است من نمیفهم چند تا موضوعات شرکیت یا هستک، خرافیات شرکی هستک. تا حال این 30 سال چقدر پیش بردگی جنگ ها، کدام جاهلت از شرکت مردم رفع شد. معذرت میخوام صدای خود بلند کردم و بر برادرها و همشورای محترم و به شما میگم آدم کمک احساساتی میشه. جزاک الله خیر استاد محترم. الله شما را حفظ بکند. برای چی برادر سخن بلند میشد؟ برای چی احساساتی میشویم؟ جگری ما در میگه. اگر مقصد جهاد اصلاح باشد، مرامت افغانستان، حالت افغانستان نظر بکنید که چقدر جهاد زیاد است، انا همو قدر این مسئله اعتقادی نظر بکنید که چقدر فسادی باز زیادتر است. برای همین منهج، در همه چیز منهج لازم است. دویم سخنی بهترینه که برادر گفتند که ما گفتیم یا نگفتیم فراموش کردیم. ما وقتی که 43 دقیقه صحبت کردیم و همین مسئله به صحبت کردیم، انا همین صحبت ما را همدردی فهمیدند. یعنی ابو محمد مدنی همدردی به روس کرد، کافر شد. من در کجا اینجا همدردی من خودم بیان میکنم؟ من توف کردم به همون روس، به همون حکومت خبیثی، به همون مسلمان کشش، به همون فیسبی که مسلمان زنده به زنده میکشد، در روسیه، هم در تاجیکستان، هم در افغانستان، هم در سوریه، هم در تمام عالم مسلمان کشی که اینها معلوم است. من چگونه هم دردی بیان بکنم به این خوبسای بازی کرده ها که خودشون این چیز ساختند و مسلمان کشی میکنند؟ من چگونه به این خوبسا هم دردی کنم که مردم ما را 70 سال پیش رفتند و یا 100 سال پیش بگیم مستملکه کردند، علمای ما را، باباهای ما را، اجداد ما را کولک کردند، به گردنهایشون ریسمان زدند، بردند به سیبیر، به یخبسته شمالی هزارها عالم ما را قتل کردند. من چگونه به این خوبسای کفار مشرکین لعنهم الله همدردی بیان بکنم که این خوبسا چقدر فرزندهای مسلمان در تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و این ترکمنستان و قرغیز، این منطقه‌ای که در زیر دست روسا بود، ملحد کردند، مسلمان ها را کشتند. خودی بابای من ملا عثمان است، همین بابای من را برده محکم کردند. سمرقند خونده بود، بخارا را خونده، حافظ قرآن بود، محکمش کردند، نگذاشتند که به عقل فرزنداش به یک کلمه گپ زنه. بیچاره به گریه و ناله وفات کرد و رفت. من چگونه به این خوبسا همدردی کنم که اجداد مرا خیر رو نابود کرده، آزادخواهان مردم ما را باسمچی گفته. چگونه به این خوبسا همدردی کنم که رود به بالای مردم بیچاره سوریه بمبی زهرآلود تمام نمودی بدی ها را انجام بدهد، زن، مرد، کودک همی کار کند. من به اینها هرگز هم دردی نمیکنم. من این خوبسا را بد میبینم، این مرضا را بد میبینم. بخصوصا همین امروزه نقشه که کرده سود است از مسلمان کشیش و از خونریزیش، این خوبسا را خیلی بد میبینم. لیکن گپ در دیگر جاست. من بد میبینم یا نمیبینم این یک مسئله است. ما باید بد بینیم یا نبینیم. البته بد دیدن اینها اصل دین است. کسی که اینها را بد نمیبیند کافر است، الولا و البرا است. یهود و نصارا از تو راضی نمیشود. گپ در این نیست. ما الحمدلله در این منهج ثابت هستیم. گپ ما همین فرار کرده گشتن ما از دست کی است؟ از دست این روس خبیث است. گپ در این است که من اینها را بد میبینم، گفته مخالف شریعت نباید کار کنیم. من روس بد میبینم، گفته کودک کشتنش، زن کشتنش پیامبر حرام کردن، من جایز نمیگم. من روس بد میبینم، مرمت نمیگم، بیان که پیامبر گفتن که ممکن نه. مگر پیامبر کافر از من تو زیادتر بد نمیدیدن؟ یا من تو از رسول الله زیادتر کفر بد میبینیم؟ مگر صحابگان کافرها را زیادتر از من تو بد نمیدیدن؟ الولا و البرواشون از من تو سختتر نبود؟ بله بود. لیکن همونها عمل کرد. همون پیامبر
امام الموحدین، کسی که از همه زیادتر پایبند الولا و البرا بودن، از همه زیادتر کفار مشرکین بعد میبینن، انا همون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که کودک ها رو زنها رو نکشید. بعد درباره دهقانا من گپ زدگی هستم در همین سخنم، به خاطر اینکه در همون حدیث دهقان اومدگی است. یعنی پیامبر میگن که وقتی که یک جا به هجوم کرده، دهقانی که به کشت کار مشغول است و به جنگ کار ندارد اونها را نکشید. میگن همین مسخره کرده است در همین کتاب، مگر در درونی وای دهقان بود، این بود، اون بود. گفته ای احمقو، ما نگفتیم که در درونی او رقص خانه دهقانا بود. ما منهجه بیان کردیم که پیامبر کی را نکشید. گفت پیامبر زن نگفتن، زنهایی که جنگ به اشتراک نمیکنند، کودک گفتن که اشتراک نمیکنند، پیران سالایی که گفتن که اشتراک نمیکنند، و دهقانایی گفتن، یعنی کسایی که از جنگ بیرون است. عموم گفتیم، عموم، تا که مردم فهمند. عموم اینجا گیجاش استهزا است. همین کسی که همین کتاب نوشتگی اگر نظر کنید از باب استهزا خودش به کفر میره، از باب استهزای پیامبر سخنشون، که مگر اینجا دهقان بود، دهقانی میکرد اون میکرد. من نگفتم که اینجا دهقان بود، من گفتم که منهج پیامبر همین است که کشتن دهقان ها رو من کردم. خیر بالاخره این یک مصیبت است که جوهلا میخواهد که طالب علم ها را کنترل کند. جوهلا برایش حق گفتی، قرآن گفتی، سنت گفتی، تو رو میبره تکفیر میکن. من چرا این 4-5 افغانی که اومدن اینها را جاهل گفتم؟ برای که در بین تاجیک هم، یعنی تاجیکستانی 4-5 نفر همچنین جوان ها هستند، صحبت فهمیدن نمیخواهند، فقط فتنه میکنند و تکفیر میکنند. ما میبینیم که جاهل است، در درون زندان روسیه است، از درون زندان روسیه ایستاده طرفداری ایگیل میکنند و ما را تکفیر میکنند. من در حیرتم که چگونه این در درون این زندان روسیه زندگی میکنه. من فروخته شده پوتین هستم یا این آدمی که در درون زندان هستن؟ من حیران میشم در حقیقت. برای همین این شریعت باید طالب علم علما صحبت کنند، باید در اساس قرآن و سنت شود، و بعد از این باید یک منهج یاد بگیرید که دلیل در مسئله اصول دین معلوم من الدین بذره قرآن و سنت اجماع است، اما در غیر این دلیل هم قیاس است، هم عقل است، هم مصلحه و مفسده است، صدا للذریعه است. این چیزها وجود دارد، قیاس است، عقل است، قول صحابه، اختلاف صحابه، این اون وجود دارد. کسی که میگه که نه ما غیر از قرآن و سنت دیگر هیچ دلیل قبول نمیکنیم، یا غیر از قرآن و سنت و اجماع دیگر هیچ دلیل قبول نمیکنیم، در مسئله احکام نامعقول کرده، گمراه است. این عاقبتش مذهب خوارجی است. انا من ابو محمد کردی خوارج است، کو ابیسی کردی خوارج همین می سخن میکنه، میگه که نه، میگه غیر از قرآن و سنت میگه دیگه دلیل نیست. میگه به عقل قرآن و سنت با فهم سلف این امت، با اجماع سلف، بله این فقط در مسئله اصول و معلوم من الدین بالضروره همین، فقط همین دلیل است. اما در دیگر مسائل احکام، در دیگر مسائل فروعات، جزئیات، دیگر مسائل هم دیگر دلیل است، قیاس است، عقل است، قول صحابه، اختلاف صحابه است و صد للذریعه است، و از همه بزرگترینش مصلحه مفسده است. خیر، صحبت به آخر میرسانیم. سلام علیکم ورحمة و علیکم السلام و رحمت الله. اهلا و سهلا برادر عزیزم، بفرمایید. الله فیک شیخ، الله احسان کند. یک دو سخن منم در این باره یک سخن میکردیم انشاءالله. تریم میشه برادر. الله سبحانه و تعالی احسان کند شیخ. البته که خیلی همجا گوش کردیم، از اون اول است که گوش کرده ایستادیم. واقعا یک چیز من گفتنی هستم که اگر همون برادرهایی که از افغانستان هستید چندین حدیث ها هست میدونید، مثلا که الدین و النصیحه لمن یا رسول الله، لله و لکتابه و لرسوله
ولأئمة المسلمين وعامتهم. و در دیگر جو مثلا بایعت النبی صلی الله علیه و سلم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم به قائم کردن نماز و به دادن زکات و نصح لکل مسلم، یعنی نصیحت کردن به کل مسلمان ها. البته که نگاه کنیم که امروز واقعی که ما درباره واقعیت امروز گپ زنیم که امروزینه واقعیت کفار چگونه هست. مگر همین کار کفار نیست که امروز شب و روز طالب علم علمای اهل سنت و الجماعه را کشته و نیست و نابود میکند. همین فعل کفار نیست. مگر کفار نیست که شب و روز پیش دعوت طالب علم اهل سنت و الجماعه را میگیرند. مگر کفار نیست که زندان کردن و قتل و نیست و نابود کردنی دعوتگران اهل سنت و الجماعه را شب و روز نقشه میکشد. اگر ما قیاساً گیریم که اگر فرق وقتی که ما رو اگر شما منع میکنید از نصیحت کردن، از دعوت کردن به توحید، یعنی دعوت کردن به حق گفتن منع میکنید، پس فرق شما در عیناً در این مسئله کشتار رو که حکم قتل و حکم تکفیر برآورده در اون کتاب، حکم کفر برآورده، حکم قتل برآورده است، از همین کفار یعنی چی فرقیت دارد؟ یا اینکه مثلا واقعا کسانی که این بچهای یک چند تا که افغانای جا اومدن، شما اگر واقعا اگر الله پرست باشید، مگر الله سبحانه و تعالی نگفت که و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله؟ و اگر شما در یک مسئله اختلاف کردید حکمش به سوی الله است. که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. یعنی هر یک چیز به سوی الله و رسولش باز میگردد و برای انسانی که عاقل است یک دو سخن بسنده است، میفهمد. یعنی که چیزی که مثلا منهج وقتی بیان شد، یک انسان برآمد، فرضاً یک طالب علم برآمد در بالای یک مسئله منهج بیان کرد، یک انسان اعتراضگر اومده اعتراض میکند. اگر ما نظر کنیم، ما هم اگر از نظر حکم شرعی نظر کنیم، همین انسانی که اعتراض کرده ایستاده است به منهج اعتراض کرده است، به شخصیت نه، به منهج، یعنی به انمی فعل و رفتار و کردار به منهج. برای چی؟ وقتی که منهج قرآن و سنت بیان کرده شد، انسان بجز به منهج ضدیت کردن به دیگر چیز ضدیت نمیکنه. مگرم شب و روز عذری ها ضدیت دارند به شخصیت یا که به منهج. کسانی که با شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ضدیت میکردن، مگر به شخصیتش ضدیت میکردن؟ البته به منهجش. کسانی که به محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و علمای نجد ضدیت میکردن، حتی انمین دولت عثمانی که صوفی های قبر پرست مشرکین که از علمای نجد یعنی حکم قتل اونها رو برآورده کشتن. فرق بین اینها و بین شما در چی است؟ من نمیبینم. در عیناً در مسئله قتل یعنی فرق همینجا چی است؟ یا اینکه مثلا واقعا یک جماعت وقتی یک جماعت کلان یعنی که چی است؟ کلان مثلا از خطا و از کمبودی، یا اینکه جماعت نعوذ بالله مگر اله هست، پس ما الله پرستی و یکتا پرستی ما در کجا میمونه؟ در حالی که اگر شما فهم جهاد اگر فقط به همین معناها فهمیده باشید، البته که غلط کردید. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح میفرماید افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان الجائر، اینکه سلطان ظالم افضل ترین جهاد
اونی که در دیگر حدیث میگن افضل الشهداء رجل قام الى سلطان جائر فامره و نهاه و قتله. و افضل ترین شهدا کسی هست که در پیش سلطان جائر یعنی سلطان ظالم ایستاده سخن حق میگوید و قتل میشد. افضل ترین شهید گفتن رسول الله صلی الله علیه و یعنی شما گفتنی هستید که دعوت کردن یعنی این سخن یک سخن بیهوده است. اگر همین سخن گفتنه که دعوت شما هم یک چیزی نوچیز دونید، این هم یعنی که شما انکار حدیث های رسول الله صلی الله علیه و کردید. هیچ ما بسیار میشنویم میگه چی است میگونیم این سخنان شما چی است میگه اعوذ بالله. به همین خاطر کمی اگر عدالت اگر به شما لازم است، کمی عدالت میخواهید، پس از حد انسان نباید بگذرد، از حد نگذرد. ما باید همه باید ما یک توپرست باشیم، همه باید ما هر کاری که هر یک سخنی که میگوییم باید طبق قرآن و سنت باشد یا نباشد. و اگر شما امروز آمده، شما امروز کدام جماعتی باشد نباشد فرق ندارد، شما آمده طالب علم اهل سنت و جماعه رو یعنی تهدید به قتل، حکم قتل برورید، شما آمده پیش دعوت گیرید، پس فرق شما از همین کفار کنی یک بیان کنید مردم که همین فرق شما از همین ها در چی است؟ در چی است؟ در همین مسئله در چی است؟ یا اینکه اگر شما گویید که نه ما این کار میکنیم، کسی که این چیز رو نوشته است، کسی از سبب جهل نوشته است همین چیزها را، پس شما باید اگر یک تو پرست باشید، شما اگر طبق قرآن و سنت شریعت یعنی که عمل کردنی باشید، عبادت به طبق قرآن و سنت کردنی باشید، پس شما باید انکار کنید، باید انکار این باطل کنید. اگر نه شما یا انسان پرست هستید یا همون برادر پرست یا اینکه جماعت پرست. چی گوییم دیگر؟ چی گوییم؟ وقتی که حق بیان شد، حق باید قبول کرده شود. بطر الحق و غمت الناس، یعنی انسان متکبر است که حق یعنی که رد میکند و مردم همین گونه آمده یعنی تاجیک و ازبک گفته یعنی تحقیر کردن، همین کبر است، متکبری است. یک نمود سخن میکنید که یک نمود آمده میگه سخن بکن، آخر سبحان الله. مگر امروز مسلمان ها در یک حالتی هستن که تو آمده در بالای یک مسلمانی مظلوم، خودش در حالتی مظلومی است و آمده تو دعای کنی در اینجا. یک نمود سبحان الله یک نمود سخن میکنید که میگوید که کل جهان یعنی که در زیر دست شما هست. خیر کمی از الله بترسید، کمی از الله بترسید. پیش از اون که سخن میگوید، پیش از اون علم لازم است. علم که نباشد جاهل هستی، احمق هستی، باید خاموش بستی، خاموش هستی. وقتی که نصیحت کردن نمیفورد. به خاطر چی نمیفورد؟ به خاطر که علم نداری، نمیفهمی، جاهل هستی. جاهل که شدی باید صبر کنی، بیا در اینجا علم آموز، تعلیم بگیر، فتنه نکن، در بین مردم فتنه نکن، پیش فتنه را برعکس بگیر، برعکس. سبحان الله در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه و در زمان احمد بن حنبل یک قدر فتنه ها بود. برادر یک دقیقه اجازه بدید. همینجا ما گپ زدستم در بین گپ داخل میشه. بله آخر یعنی کی تو کی هستی که گپ میزنی؟ اینجا من باید گپ بزنم. یعنی خیر مشکل است گپ ما ضرور
آخر من گپ زده ایستادم. ناتکمیل مانده بود خاطر آخه ناتکمیل آخر شما خود ناتکمیل هستید، شما کامل نشدید خودتون. ولی کجا گپ شما کامل شد؟ شما آرام باشید. هیچ میکروفونش عدالت میکروفونش ندارین بود. میکروفونش خاموش کنید. آخر عدالت چی است؟ عدالت وقتی که یک انسان گپ زده است تو اومده در دهنش یک مشت زنی با عدالت گویی. بمیست همون ذو الخویسره اومده اعدل فانك لم تعدل. با رسول الله صلی الله علیه و با رسول الله صلی الله علیه و سلم ذو الخویسره چی گفت؟ گفت عدالت کن، تو عدالت نکردی. با رسول الله گفت خیر ما کی هستیم؟ ما یک بنده یک مسلمان عادی هستیم، ما خدا هیچی هم نگفتیم و نمیگوییم. به مثل شما جهلو منی نمیکنیم ما و ترس هم نداریم از شما. شریعت از حق است، حق نمیشه گفته میشود و شما میفورد نمیفورد این کار شما است. شریعت نمیشه گفته میشود ولی نمیفورد، ولی حق تلخ است. قول الحق و ان کان مر، حق رو بگو گرچند تلخ باشد. و ولی ما از ترس الله یک مسئله رو بیان میکنیم. این برای شما میفورد نمیفورد. اوخی شما هستید که فتنه میکنید، شما هستید که ناعادلانه حکم برآورده اول یک کار نه به مصلحه نه به مفسده نه به یعنی که مصلحه مسلمان ها به مفسده به ضرر مسلمان هایی که مثلا چقدر به مسلمان ها ضرر می آید این نظر نکرده وقتی که شما یک کار میکنید باز ما وقت ضرر اون این کار شما خطا گفتن، این کار خطا گفتن یا اینکه در همینجا طبق شریعت حالت بیان کردن، طبق قرآن و سنت بیان کردن، آیا یعنی شما گفتنی هستید که ما شریعت بیان نکنیم همین مقصد دارید، یا اینکه شما یک نعوذ بالله یک با یک جماعت الهیه خود با مقصد در روی جهان مقصد به مثل فرعون پهن کردنی است. اگر صح گویم اگر ما هم اگر مثلا به این طریق اگر گویم به همین خاطر ما لیکن وقتی عادلانه آرامانه وقتی صحبت میکنیم شما فکر میکنید که اینها چی نیستن، اینها میترسن یا اینها این است. ما ترس فقط از الله داریم، ترس ما از الله هست و ما به این گفته خود منمنی هم نمیکنیم لیکن حق میگوییم. انا اکنون عدالت و ناعدالتی که تو میگوی در اینجا 200 نفر این مردم عادی نیستن. آخر گوش کرده ایستادن وقتی یک انسان گپ زده ایستاده است در بین گپ یک انسان در اومدن آیا من ناعدالتی کردم که تو ناعدالتی کردی؟ کی ناعدالتی کرد؟ میکروفونش کشیدن. کی ناعدالتی کرد؟ کنی همون گجو است. همون میکروفونی مرا باز کنینم نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخنا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی سلامت و سوز. حال اجازه است گپ بزنیم؟ انا با برادر صحبت بکنم. من مریضی هم خیلی سخت شد. من دیگه ذخیره یک سوال دارم. ذخیره هم جهاد چی معنا دارد؟ بیو لغوی شرعا بیان بکن که معناش ما گوش داریم کلمه جهاد. بیان بکن گوش میکنیم. بله بذل الجهد والوصف في قتال اهل الكفر میگه جهاد تعریف اصطلاحا. بله کی میگه یک کلمه تموم شد. ده فقه الجهاد بذل الجهد والوصف في قتال اهل الكفر لتكون كلمة الله هي العليا. این تعریف جهاد است. تمام با هم دیگه معنا نداره جهاد. مثلا چه قسم معنا داشته باشه؟ معنایی که شما میفهمین همین تمام دیگه معنا نداره. همین که فهمیدین. موضوع گوش کن. موضوع در جای دیگه نبر.
ما برای چی این به جای موضوع دیگه نبریم؟ شما ما به جهاد دعوت گوش دارین، بگیرید خب ما فهمیم که شما چیش خیلی شما میفهمیم. بین شما و گوش ما کنید فهمیش از زمین تا آسمون است کلمه جهاد. بعد همین کسانی که تکفیر کردین شیخ حجت بیان بکنین، به کدام حجت تکفیر کردین؟ قرآن و سنت قطعی بیان کنین. انتظار هستیم. بسم الله. بارك الله فيك این کجا رفت؟ اینا هم دوام سوال میتینم میمردم خیلی جهالا. خیر انشالله رود یکم حتی گوگل است یکم اجازه سخن، اگر اجازه سخن بتین بالا یگانه باور داشته باشین، اهل توحید باشین. اگر نزاع و اختلاف به آسانی با یک مصلحت خوب حل بکنین، خوب است. شما هم دو طرف گپای خود نمیگین، ما توهین هم نه نمیکنیم، یک کسی بد دقیقه اخلاقی هم یک نمیکنیم. دقیقه صبر کن بله صدای نزاع مرا قطع میکنین، باز تحلیل خود و گپای خود صبر زده کن میرین که بیادب است، صبر جاهل است، اوی است، اوی است، جماعت پرست کن است. اینا بین آخر اینا بین آخر خواهی صبر کن. تو اگر نزاع را اگر از بین بردنی باشی، اولین نزاع بله. در بین خود شما هست. تو رو به همون انسان جاهل احمقی که نه نام دارد نه نشان دارد برو پیدا بکن، بگو تو به خاطر چی در یک مسئله فروعات جاهل احمق خوارج گوش بگی به خاطر یک دقیقه من این گپ برای تو نیست، این گپ برای آدمی کتاب نویسنده که تو همون رو کتاب گفتی نوشته کردگی رو من در مورد گپ میزنم. خواب کن آخر احمق آخر جاهل آخر گپ زده استم سبحان الله، بیادبی خودتان میکنین، عقل خودتان ما جاهل. و تو جاهل هستی آخر احمق هستی، شما نمیفهمید گپا، فهمیدنی هم نمیخواید. من گفته ایستادم که تو رو با ما اون جاهل به فهم شما ضرر نداریم. رسمی از مطبوعات خراسان تقبیهتان شده، فهمیدی؟ جاهل آخر یک دقیقه صبر کن. من گفته ایستادم که رو اگر شما نزاع را حل کردنی باشید، رو با همون انسان جاهل خوارج پیدا کن، به نام و نشان کی است و شاید یگون انسان است، شاید یگون نعوذ بالله شیطان به صفت انسان اومد نوشته کتاب، از کجا میدونیم کی نوشته است؟ رو نمون رو پیدا کن، بگو که تو با کدام دلیل در مسئله فروعات به عقیده باطل خودت شیخ ابو محمد مدنی را تکفیر کرد؟ با کدام دلیل؟ کنی شما اگر این قدر شما بهترین، شما بین هر نزاع را از بین بردنی بودید، فتنه را از بین بردنی بودید، او یک انسان در یک جا می نویسته است، به تمام جا پهن میکرد است فلانی کافر است، فلانی مشرک است، فلانی زندیق و این اون است، این نزاع نبوده است، لیکن اومده یک چیزی که به منهج بیان شده است این نزاع، یعنی که شما منهج اگر نزاع فهمیده باشید شما یک احمق جاهل هستید. واقعا شما جاهل هستید. تو یکی بذل الجهد میگوید وای بذل الجهد تو لغتا گفته ایستاده معنای جهاد، ولی معنای جهاد شما نمیخه و مثل عوزیری و به مثل هم جهمی ها و مرجعه ها شما همه چیز به جهت لغت میفهمید. به همین خاطر که وقتی که ما آرام صحبت میکنیم شما به نهایت بی‌ادبانه صحبت میکنید، وقتی که ما کمتر بی‌ادبی شما به درجه عالی میشه وقتی صحبت کردیم بعد فکر میکنید که ما یعنی پس دادیم. این یک احمق دیگه‌اش همینجا من بلکی رو تش کردم نوشته است که نعوذ بالله شما شیخ خود اله گرفتید، شما یعنی که شیخ خود اله گرفتید، شما با اینجا یک چند چیز دیگر نوشته نعوذ بالله، یعنی که اینها وقتی حق بیان کنی یگانه بهانه همین است، شما مقلد هستید، شما این هستید، اون هستید، شما این اله گرفتید و اله گرفتید. آخر اعوذ بالله یک انسان شریعت بیان کند طبق قرآن و سنت، یک جاهل دیگه نه نامش معلوم است نه نشانش هیچ، از پیش خودش تکفیر کرده رفتن میگیرد با گمانش، عقیدش عقیده گمانی است. مگر یک انسان از پس یک گمان یک نفر پیروی کردن او را اله گرفتن می شود یا که یک انسانی که
با دلیل های یک نفر پیروی کردن این اله گرفتن می شود. اما کن گوید که کی اله گرفته است، در حالی که الحمدلله که ما خود شخصا من خودم صحیح فهم هستم، میفهمم قرآن و سنت، میفهمم دلیل ها رو تفتیش میکنم. اخی کریم میبخشی پرسانشان کنین و کدامتان میشناسین امی بچه را که امی کتاب نشته کرده امی سخانه گفته، کدامتان با اسم میشناسینش که و عقیدهش و منهجش و کل موضوع را در نگاهی که اقدر دفاعش میکنین؟ میبخشید. بله بهترین السلام علیکم و رحمت الله. بهترین سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین انشاءالله؟ الحمدلله خوب هستم. شما از شاگردای شیخ هستین؟ بله صحبت کنید. گپی بسیار خوب. در مورد حمله 11 سپتامبر که شیخ اسامه رحمه الله انجام داد بالای امریکا نی، شیخ در همی باره چی نظر داشت؟ این چی ربط دارد به اینجا؟ حالی او یهود قتل کرده، این نصرانی را قتل کرده، این چی تفاوت است بینش؟ این چی ربط دارد؟ چرا ربط نداره؟ چرا؟ گوش بکه ببین. وقتی اطفال معصوم با سیاسرا، با زنای معصوم و بیگناهی که در عراق و شام در زیر بمای فسفورسی ساختن، این شیخ گنگی تو کجا بود که یک بار زبانش باز نکرد؟ قطع نکنی مایکا قطع نکنی، مایکا قطع نکنی، گوش کن مایکا قطع نکنی، بومن که گپ بزنم، بومن گپ بزنم، مایکا قطع نکنی، گوش کن، قطع نمیکنی، گوش کن. کسانی که بعد از همون واقعه مایکش قطع نکنید، بعد از همون واقعه میلیون ها افغانا را قتل کردن. تو احمق در این چی میگی؟ احمق تو در کجا بودی در این وقت؟ میلیون ها افغانا قتل کردن. گوش بکن. در این چی میگی؟ نظر بگیرین. گوش بکن. نه در این چی میگی؟ بغیر از توهین چیزی یاد ندارین، فهمیدی؟ کل عقل و صرافت و علم و دانشتان همی از صبر بکن. توهین نه. شما همین قدر هستید که من اون چیزی که شیخ گفتن واقعا نمیخی که شما فقط همون سه چور احمق تو خودت در کجا هستی؟ یعنی خودت در کجا هستی؟ تو گوش بکن. خودت در کجا هستی؟ یعنی خودت شاید در یک کیم کدوم در دولت کفار هستی و والله اعلم اینجا اومده دودوی کرده شدی. گپی مرا تو گوش بکن. میکنین که در کجا هست؟ مسئله را علمی حل بکنین. همین مسئله مفسده مسحر به اساس شریعت باید جواب داد. گوش کن. یک دقیقه انا میگم بله مسئله گوش بکن. برات وقت میتم یک دقیقه بیادبی نکنید آخر. این وقت بتین شما گپ بزنین، وقت بتین اونا گپ بزنن. آخر خواب کن، آخر دفع کنید همین جاهلو را. بیزار شیم قطعی. میگه که مسئله علمی صحبت کنید. همینجا قریب 2-3 ساعت است مسئله علمی بیان کردن. اینها با از کدام علم اینها چی را میخواهند؟ من یک چیز میگم که عاقبتی همین قدر صحبت کنید. آخه یک دقیقه آرام بسته بیادب جاهل آخر در بین صحبت 20 دقیقه نیم ساعت صحبت میکنی. بذار 5 دقیقه شما صحبت کنید. نداره آخر دیده است دیگه گپ زده است. اینا من ساعت میگیرم، من دقیقه میگیرم، 5 دقیقه صحبت کنید. دیگرم ساعت میری در خونت میگیری. خب کن آروم باش آخر گپ زنید. و وقت داده است دادیم همینجا برآمده سلام داد و علیکم السلام. بله آرام صحبت میکنیم، لیکن شما بیادبی نکنید، در موبایل گپ ندارید آخر. بازار کردید. اینجا صوفی خانه نیست، اینجا افغانستان نیست که اینجا اومده شما هم بجا رسوا کنید و برباد کنید. اعوذ بالله. خلاصه از این قدر صحبت ها همین فهمیده شد که اینها حق خواه نیستند. فتنه‌گران اساسی انمی یک 4-5 جاهلی که همینجا اومده
و اون کسانش که در ایمو هست یک استشهاد است. برادرای عزیز، من خودم زندان شدگی هستم. من یک چیز برای شما بگویم. در زندان اگر ما تجربه زندانی داریم، در زندان یک مسئله که در بین 5-6 نفر باز میشد، زیاده از 1 هفته طول نمیداد، دوام نمیکرد. البته جاسوس یا کفار مشرکینی که در او زندانبان هایی که بودن اونها آگاه میشدن. زندان یک جای هست که یعنی در یک طول کوتاه، در یک طول مدتی، یعنی گویم 1 هفته است، 2 هفته است، یعنی سیر و اسرار تیز آشکار می شود در اونجا. برای که نظارت بنیهایت جدی است. گرچنده که اون کفار بعضی چیزها را اجازت میدهند، تلفن، سیم کارت، این چیزها را اجازت میدهند، اما در زیر نظارت هستند. با واسطه اون دیگر انسان ها رو که با اونها علاقه میکنند، صحبت میکنند، با واسطه شخصی که در زندان با واسطه تلفن صحبت میکند، دیگرها رو هم دستگیر کرده آورده به زندان کردگی. در این چیزم من بنده خود شاهد هستم، شاهد زنده که در نزد الله من شهادت میدهم. و ما به این سخن خود چی گفتنی هستیم که واقعیتی که هست، این واقعیت انکار کردن نمی شود. که امروز که به نام استشهاد یک جاهل احمق خوارج برآمده از اونجا، از داخل زندان سالهای سال دعوت میکند به سوی داعش، سالهای سال دعوت میکند، آرام گشت است. و ما احمق نیستیم و خیلی جوهلو احمق نیستیم که ما از این حالت ها یعنی که خلاصه برآورده نتوانیم. در حالی که تجربه ای که هست امروز، واقعیتی که هست، به این دلیل است. این خودش واقعیت بر این دلیل است که یعنی که واقعیت همین گونه است. اما اینهایی که میبرند یعنی که شما عدالت کنید، این اون کنید، آخر تمام توهین کردید. آقا چی میگد با همین لهجه افغانیش؟ آقا میگوید یا دیگر چیز میگوید. خیر برادرهای جاهل، برادرهای جهلا، احمقهای بیادابا، شما تمام تهمت کنید، تمام تکفیری با یعنی که به یک مسئله فروعات طالب علم اهل سنت و الجماعه رو تکفیر کنید، اومده تمام سخنها را در بروش گوید. با شما فکر کنید که ما به عدالت هستیم و ما یعنی عدل نمی کنیم. این یعنی جاهلی شما رو در همینجا نشون میده. جاهلی شما در همینجا است. خیر کن احمقا بسیار است، ما دیگر هر یک احمق قطعی صحبت نمی کنیم. مسئله واضح آشکار است، معلوم است. و اون فکت هایی که بنده خودم دیدم، بسیاری فکت هایی که هست، اون موافقت نمی کند. حتی اون چیزهایی که واقعیت هایی که بود، چی در مسئله موشین بود، چی در مسئله وقت بود، اینها یگانتش یعنی موافقت نمی کند در حالتی که در اونجا اون واقع شده است. شما به این سوالو باید جواب دهید که وقت اون یک 3-4 نفر بیچاره قبیدن بردن در اونجا، در دیگر وقت این واقع شد. یا اینکه ماشین دو یعنی دو نوع است. یک نوع ماشین دیگر نمود است.
یک ماشینش دیگر است، یک ماشینش دیگر است. یعنی من نمیدونم شما مقصدتون شما فقط این طالب علم کشی و علما کشی است. شما از همین معلوم میشد که اینقدر برآمده دودوی میکنید، اگر در پیشتون باشد یک طالب علم میکشید شما، اون خیلی راست از پیشونیش تیر میزنید. نه اون حدیث هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اونها به دردی طالب علم میخورد، نه اون واقعه هایی که خیلی که علمای سلف با عمرا و خلفا و به دیگر جماعت هایی که وقتی که نصیحت میکردن عاقبت همین قریب که بهمون یعنی که غلو برای بمانند همون خوارجو شده شده است، خوارجوی زمان علی. اخی کریم یا از نسیم دور هستن، یعنی کلشان مشیخ هستن در نظر خود و کلشان عالم هستن در نظر خود و اونو یک بچه را شیخ گرفتن و سخانهایشان بسیار یعنی مبارکه گرفتن و توضیح کردن و سبحان الله نکردن عقلانه عدالانه بر حتی نمیشناسینشون و نکردن منافیشون ستاد شد و بگه نه ما از اون منهج نیستیم. هر کسی گپ گفته غلو کرده، یکیشان نگفته دی 600 700 که امروز سپری شده دین روز کس یکیشان بیان نکرده که ما ناراض هستیم از این کتاب، این منهج ما نیست، این غلو کرده. هر کس که بوده نامش خبر ندارن، مگم اگر یک موحد یک طالب العلم در موضوع یک عملی جهاد در مسکو شد، یعنی کلشان پاچای خود بر انداختن، گفتن نه شما یعنی اندرگان کفار هستین و شما از یعنی کلن جهاد ترک میکنین و خانه نشین و جاسوس و چقدر عقابای دیگه و حکم قتل، این چیزها را باز یعنی میتونن آتش بزنن. اگر این فتنه کردن نیست خیلی چی است؟ آیا شما بچهای افغان جوان شما آین بریک دارین؟ در کدام سرد هستین؟ در هر جای تکر کنین برباد هستین. آیا شیخ گفته که کلن یعنی جایز نیست؟ نه خیلی گفته که اگر نمیتونی یک قسم عمل نیست، کدامتان دلک نفر هستین که مقابل یعنی یک نظام بخیزی که و آیاتا را کار میگیرین. گفته شیخ 4-5 نفر ایده و یک ولایت هستین، 4-5 نفر در یک ولایت هستین، 4-5 نفر در خارج هستین، اونا داد نسبت میتین خدا به یک دولت که خلافت یعنی چیز خدا نسبت میتین و بر استادایشون که دو صف قرار داشتن خدا نسبت میتین. آیا شما فکر میکنین که اونو استادا شما رو شاگرد میگیرن؟ خدا نسبت میتین به اون استادا، مگم آیا وا شما رو شاگرد میگیرن؟ تزی عقیدید و تزی شما مقابل یک یعنی عالم شیخ اقسم رویه میکنه، امرای مردم هم چه قسم رویه میکنه، امرای اقارب فامیلتان چه قسم رویه میکنه، چقدر نفرای در قومتان مسلمان است که داد میزنی که بگی نمان او طرف عملیات باید فرض عین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای مرا دارین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله دارم صداش.
سلامت باشین. بیادر چیز کنین امی عبدالله جاهد پیشتر مایکش بند کردین. عبدالله جاهد به اسم عبدالله جاهد دیگه یک کمی از توهین و از این چیزای چیز جوری نمیشه، به تفاهم نمیرسیم. عبدالله جاهد یک کسی هست همونجا مایکش بند است، در پایین ایستاده است. مایک امو را باز کنین که یک دقیقه وقت بدیم به نوبت صحبت بکنین دیگه. بارک الله فیکم. صحبت انشالله که امروز بس است. امروز تو به همینجا برای که در ما با وقتی نزدیک به افطار است، ما باید کمی به دعا و به گشت و مشغول شویم به عبادت. امروزش کفایه است مقدار و از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم. الله سبحانه و تعالی رو دعا میکنیم که الله کسانی را که در این شب و روز مبارک به ما تهمت های گوناگون میکنند و حکم های ناجا میبرارند، الله اولا لایق هدایت باشند هدایتشان کن، لایق هدایت نباشند الله خودت کفایت کن. ما بجز الله، بجز رب العالمین دیگر کسی نداریم. ما فقط به رب العالمین فقط شکایت خدا میکنیم. فقط چگونه که یعقوب علیه السلام یعنی که اشکو بثی و حزنی الی الله، یعنی شکایت خدا، غمگینی خدا به الله شکایت کرد. ما هم به الله شکایت میکنیم. ما هم از پس این گونه احمق ها به الله شکایت میکنیم که الله لایق هدایت باشند اینها رو هدایت کن، وگرنه خودت کفایه کن. الله خودت کفایه کن. برای چی ما این گونه دعا میکنیم؟ برای چی؟ برای که اونها یک شخصی ناشناسه که یک شخصی نامعین به خود به درجه الهی گرفته، یک سخن انسانی نامعین گرفته بر بالای ما تهمت زده است، بر بالای ما تهمت زده است. و دعا میکنیم که این کور و این جهلای احمقایی که گمراه گشته ها را الله چشمای اینها رو باز کن و فهمند که منهج چی هست و یک شخص جاهل احمق چی هست. فهمند این دین است، شریعت است و این به تو میفورد نمیفورد، معقول است نامعقول است. البته که این گفته می شود حقیقت در این گونه تلخ است. همیشه انسان حق نمی شود، همیشه انسان حق شده نمی تواند. هر یکی ما، هر یکی شما بی خطا نیستیم. به همین خاطر این روزش سخنی بنده من به پایان رسید. اگر دیگه برادرها سخن کردنی باشد، ما همین دیگر چیزی نداریم. ما بجز الله به دیگر کس شکایت نمیکنیم. در همین رمضان، در همین ماه مبارک رمضان، اگر شما اینقدر انسان هایی که در روی زمین هستند اومده به قتل یک طالب علم اهل سنت و جماعت اگر حکم برآورده باشید، وای بر حال شما، وای بر حال شما و وای بر حال هم مقلدای کوره که از پس یک کتاب نامعینه که شاید ابلیس نویسته باشدش، شاید کسی نویسته باشدش، نامعلوم است کی نوشته است. بله برادر ابو حلیم، الله هدایتتون کند، الله شما را هدایت کند، توفیق و عدالت هم برای شما نصیب کند که تا اینکه شما یعنی که دانید که دینی یک جماعت، دینی داعش، دینی دیگر جماعت ها نیست. دینی الله هست. دینی ما هم، یعنی که ما دین شده نمیتوانیم، شما هم دین شده نمیتوانید. اینا از خاطر نبرارید. دینی الله هست. حق همیشه گفته می شود. حق است. و همین خاطر بله گوش میکنم. ببینید بیادر، او یک کسی که مثلا کتاب درباره شیخ نوشته کرده، او را اصلش معلوم نیست، اصلیت از او معلوم نیست که او کی است. برفی از او هم نمیشه که هر کس تکفیر کنه. مثلا این حالی بیادر یک کسی هست، گفتم همینجا از تانه خواهش کردم به نام عبدالله جاهد. این همی شخص مایکش اگر باز کردین صحبت کرد، فعلا خود کردین نکردین. ببینید بیادرم گوش کنید. من گفتم باشه اگر فردا بله عبدالرحمن ما گفتیم که
و فکرم توجیکی گپ زدیم که ما امروز بس است نزدیک به افطار است. اگر شما واقعا نمیگونه از ما مثلا خواهش ما خواهش میکنیم کنی شما روی تحقیق کنید یا بید همون احمق همون جاهل خوارج غلط یا بید آخر یا بید کی هست همون جاهله که احمقانه تکفیر شما مگر دفاع از شخصیت نکنید شما دفاع از دین وقتی که شما در حق خطاگی یک انسان گپ زند شما برآمده بر ضد منهج گپ زنید و یک انسان های برایند در ضد منهج گپ زند این چیزها چیزهای ضروری بود است تو کسی که یک طالب علم اهل سنت و جماعت رو تکفیر کند به اساس تکفیر کند به اساس یعنی کفر که یعنی که بیگان کفر که واقع نشده است که تکفیرش کند مگر این مسئله ضروری نیست که شما رفته یعنی که اونها را یعنی که تحقیق کنید که کی است چی است کی هستی که تو مثلا با کدام دلیل و کدام دلیل تو چگونه تو به عدلانه چگونه تو در مسئله فروعات یک انسان یک طالب علم محسوس و جماعت رو تکفیر میکنی در همین شب روزی که یگان طالب علم نیست که مردم به سوی دین دعوت کند مردم به سوی حقیقت شب و روز یک طالب علم کوشش کند مردم به گمراهی نرود مردم به شبهات خوارج و عازری به شبهات صوفی به شبهات این طاغوت‌ها نرود گفته مردم همیشه دعوت به سوی حق کند یک جاهل احمقی که نه نام و نشانش معلوم نیست اومده تکفیر کند ولی ما در خواهشایی که در طلباتایی که شما از ما میکنید ما تعجب میکنیم به خاطر چی ما تعجب ما همین است که یک چیزی که یک فتنه کلانی که از دیگر جانب شدگی است اون فتنه را برای پیش گرفتن اومده فتنه در دیگر جانب است شما اومدید به ما حمله کردن و با ما از ما خواهش کردن شما ما به این تعجب میکنیم یعنی فهم در کجاست عقل در کجاست بالاخره علم در کجاست بیادرم یک موضوع را براتون بگیم یک بسیار کلمه چی هر حکومت هر دولت از خودش منهج داره منهجش باید معلوم شود بیان شود ولی یک کسی گفتم به نام یاس خو گفتین فردا یا پس فردا یک وقتی مثلا وقت شاید مشخص شود وقت بتین والله اعلم دیگه یک توصیه برادرانه ما به برادرای خودم به شما به کلگی امی است که هر دولت از خودش یک صف یک چیز رسمی داره ایت نمیشه که هر کس از هر کوچه و از هر بازار از روی هر خیابان و سرک بیاید یک کتابی را یک چیزی را یک رساله را نوشته کنه و از یک چیز کنه هر چیز از خودش یک منبع مشخص می داشته باشه هر چیز از خودش یک یعنی ولی شما مثلا یک صحبت یک بیان میکنی شخص بیان میکنه خب بیان میکنه ولی طرف مقابل هم از خودش وجود چیز داره که یک کسی بیاید که مثلا دفاع بکنه یا بیان بکنه یا قبول کنه بپذیره که نمی اشتباه میکروفونش مختم کنید بس است الله سبحانه و تعالی حفظ کند امین بالاخره یک تو پرست باشید شما از الله ترسید صحبت کنید این سخنای پیچیده و اینو اونو احمق ما فهمیدیم من فهمیدم عاقبت سخن تو به کجا رفته است الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند و البته که الله ما رو هم عفو کند در این رمضان ما نمیخوایم که قدر لیکن بالاخره الله به ما هم صبر بده و الله به شیخ صبر بده و الله به شما توفیق بده شما را الله هدایت کند و فهم صحیح نصیب کند برای شما زیرا که خیلی شما در همین ماه رمضان خیلی موحدین اذیت دادید خیلی هم اذیت دادید یعنی اذیت خیلی هم اذیت دادید و بازم دارید اذیت داده ایستادید و بازم از خود از دفاع کردن باز نمیستید از جهالت و احمقانه خود به علمانه و نه طبق شریعت کار میکنید نه آداب و اخلاق است هجوم همیشه بر سری اومده بر سری طالب علم و تهدید و حکم های قتل و هر چیز به خود رسمی این اون و این چیزا رو میری پیشم اون کسی اون آدمایی که در کوچه میگردد در مورد گپ میزنه الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند و الله سبحانه و تعالی عاقبت هر یکی ما و شما رو به خیر بگرداند الله سبحانه و تعالی
از گمراهی، از ضلالت ما را نگه دارد و از بی‌علمی، از انمی گونه احمقی ها الله سبحانه و تعالی ما را نگه دارد که بی‌علمانه عاقبتش انمین است. یک دو احمقی جاهلی که یک کار بی‌علمانه را که کرد عاقبتش انمین میشه. عاقبت حالی آیسته آیسته بو اگر این رفتن گیرد بو بدتر شده رفتن میگیرد. عاقبت هر یک ما را الله سبحانه و تعالی بخیر گرداند و ما را در راه توحید ثابت قدم گرداند و در همین ماه رمضان در حق یکدیگر دعاگو باشیم، در حق بنده هم دعاگو باشید. ما هم از کمبودی، از خطا البته که خالی نیستیم، اما الله شما را هم هدایت کند. شما روید به همون انسان‌هایی که تهمت کردند، انسان‌هایی که حکم ناشرعی، حکم ناجا برآوردند، به همون انسان‌ها شما رفته نصیحت خود کنید. نه به ما، رفته به آنها نصیحت کنید. نصیحت شما، پیشنهاد شما و چیزهایی که مثلا اومده با ما میگوید، این سخنها با ما نه، بلکه به انموی انسان‌هایی که همین حکم‌ها را برآوردند و اینجا اومده این هر یک چیز را از ما است، درباره رسمی است و این است و اون است و هر یک چیز برای خود منهج خود داد. این چیز ما میدونیم، هر یک جماعت و هر یک چیز برای خود منهج خود دارد، لیکن عاقبت گپ برای ما لازم است که عاقبت گپ همین است که بازم اینجا اومده به جهالت و به احمقی خود ما را اینجا متهم نکن. رفتن هم آدمایی که متهم کردن، آدمایی که تهمت باطل، حکمهای غیر شرعی، حکمهای جاهلانه احمقانه که گذاشتن، رفته به اونها را یابید، اونها را سوال و جواب کنید، اونها را زیر سوال برید. غیر شرعی حکم کرده است، طبق شریعت نه. اگر شما دفاعگران دین باشید، اگر شما دفاعگران یگان جماعت باشید، خیلی حوالتون به الله هست، الله هدایتتون کند. گمراه گشته بیش نیستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.